نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از این برنامه شما عزیزان، برنامه تماس مستقیم. و همونطوری که میدانید در این برنامه سعی میکنیم که در مورد موضوعات مختلفی که در طول هفته به وقوع پیوسته و همچنین تماس‌های شما عزیزان را داشته باشیم و در مورد موضوعاتی که بحث و گفتگو میکنید انشاءالله صحبت میکنیم. امیدوار هستیم که این برنامه برای همه شما عزیزان مفید واقع بشه. همونطوری که در برنامه ها ذکر کردیم، از طریق شماره واتساپ برنامه که زیرنویس میشه میتونید تماس بگیرید و در برنامه شرکت بکنید و به طور مستقیم و زنده هم میتونید در برنامه شرکت داشته باشید. و در مورد اتفاقی که امروز افتاده و به اصطلاح موضوع بحث همه رسانه ها هست، انشاءالله در برنامه امروز صحبت خواهیم کرد در شروع، و آن اینکه حمله اسرائیل یا رژیم صهیونیستی به ایران. همونطوری که تا این لحظه عزیزان خبرها رو شاید دنبال کرده باشن، بعضی از مراکز نظامی و مراکز اتمی و همچنین بعضی از نقاط نظامی در شهرهای مختلف ایران بمباران شده و تعدادی هم کشته و زخمی شدن، و همچنین بعضی از فرماندهان و سران لشکری و کشوری در ایران ترور شدن. به هر صورت اگر به یاد داشته باشید، قبل از ایام عید بود که چند دور مذاکرات بین ایران و آمریکا و اسرائیل در عمان برگزار شد و فکر میکنم سر تقسیم با هم دیگه نتونستن کنار بیان. همین شد که هم دیگه رو گوشمالی میدن. در مورد این موضوع از دیدگاه شرعی و اسلامی و از دیدگاه اهل سنت میخواییم صحبت بکنیم، نه با احساسات و عواطف. نخست این که در این جنگ به قول مثل عربی است میگه که لا ناقة لنا فیها ولا جبل. در این جنگ نه برای ما شتر ماده ای است نه شتر نر. یعنی این جنگی که بین اسرائیل و ایران رخ داده ربطی به مسلمانان و اهل سنت نداره. اولا همه میدونیم که امت اسلامی در اسارت حکام ظالم و ستمگر قرار دارن که اکثر اونها خودفروختهایی هستن که مزدور و نوکر بیگانه هستن و از خودشون استقلال و قدرت تصمیم گیری در مورد قضایای امت اسلامی رو ندارن. اما امت اسلامی بیدار است، مسلمانان بیدارن و از عادی ترین انسانی که در کوچه و خیابان شما در کشورهای مختلف رو ببینید تا علما، دانشمندان و عموم مسلمانان بیدارن و از قضایا آگاهن و امت اسلامی یک امتی بیدار است. گاهی اوقات اسیر پنجه های تواغیت و ظلم و ستم قرار میگیرن، اما امت بیدارن و این حرکت هایی رو که شما در مصر، در ترکیه، در تونس، در الجزایر، در مغرب، حرکت هایی که برای دفاع و نصرت و کمک و یاری رسانی به مظلومان در فلسطین آغاز شده رو شاید دیده باشید. گرچه رسانه ها سعی میکنن که اینها رو پوشش ندن و اینها رو اصلا تبارز ندن، اما این نشان دهنده این است که در این امت خیر هست و این امت بیدار است و این امت
همچنان به آن اصول و ثوابتی که در قرآن و سنت برای مسلمانان بیان شده است پایبندند. و اینکه کشورهای اسلامی از ترس، بزدلی یا از اینکه در رأس آنها خائنین، ستمگران، نوکران کفار حکومت می‌کنند، نتوانستند به اهل فلسطین، به اهل غزه کمک بکنند، نصرت بکنند. این یک واقعیت است. و شاید بعضی در مقابل بگن خب مثلا حزب الله و یمن و ایران و بعضی از این کشورها حرکت هایی کردن. این حرکت ها اکثرا در چارچوب مصالح خودشون بوده یا بنابر دستوراتی که از رژیم آخوندی ایران می گرفتن و به خاطر اسلام و به خاطر اهل سنت و به خاطر مظلومان نبوده. چون اگر می بود باید در بدترین شرایطی که مردم مستضعف غزه قرار داشتن باید این حرکت ها صورت بگیرد. اما وقتی که مصالحشون در خطر افتاد، حرکت هایی کردن که بیشتر جنبه یک نوع تئاتر داره، یک نوع سناریویی که بین خودشون تنظیم کردن و یک بازی که فقط هدفش فریب دادن امت اسلامی است. و دیدیم که وقتی هم که مصلحت رژیم آخوندی اقتضا می‌کرد که حزب الله رو بفروشن، فروختن، حوثی‌ها رو بفروشن، فروختن، بشار رو فروختن و قضیه فلسطین رو هم فروختن. اما چون یک کمی شاید پا از گلیم خودشون فراتر گذاشتن در سر میز مذاکرات، حالا آمریکا و اسرائیل میخواد که اینها رو یک گوشمالی بده. من امروز به یکی از دوستان سوال کرد که شما میگفتید که اسرائیل و اصطلاح ایران دشمن هم دیگر نیستن، دوست هم دیگر هستن، فلانن، اینا همش بازی است و تئاتر است و فلان. گفتم خب من هنوزم همین حرف رو میزنم. حالا ببین جنگ کردن. گفتم ببین تو به همراه برادر جنگ کردی، دعوا کردی؟ گفت آره. گاهی اوقات هم دیگر رو زدین؟ آره زدیم، گاهی اوقات چنان زدیم هم دیگر رو که در و داغون کردیم. خب گاهی اوقات قهرم کردید، روزها ماها شاید با هم دیگه حرف هم نزدید. گفت آره اتفاق افتاده. اما هیچ یک از شما دو نفر، دو برادر تصمیم گرفتید که هم دیگر رو نابود بکنید، بکشید؟ گفت هرگز، امکان نداره. هم زدید دهن و دماغ طرف رو خون کردی. گفت آره خب این اتفاق میفته، دعوامون شده، اما هیچ وقت حاضر نمیشم برادرمو بکشم. دقیقاً همین مسئله بین ایران و اسرائیل است. نه اسرائیل میخواد ایران از بین ببره، نه ایران میخواد اسرائیل از بین ببره. اینا همه دستشون در یک کاسه است و در پشت پرده مصالحشون یکی است. دشمن موحدشان، تنها دشمن یهود و نصارا و روافض اهل سنت و مسلمانان موحد هستند. و به همین دلیل ما در مورد جنگ بین اسرائیل و بین ایران هیچ رأی و نظری نداریم. هیچ اصلا برامون مهم نیست. خدا کنه که گوشت هم دیگر رو بخورن. یک مسئله افغانی است، میگن گوشت خر و دندان سگ. گاهی اوقات دیدید سگا به جان خرها میافتند. در کسی که در داغ زندگی کردن شاید این صحنه رو زیاد دیده باشن. خب اینا هر دوتاشون دشمن ما هستن، دشمن اهل سنت و دشمن اسلام هستن. به جان هم دیگه افتادن. خداوند هر دوتاشون رو با هم دیگه مشغول بداره و اهل ایمان و اهل اسلام را سالم و غانم از بین اینها بیرون بکنه. چرا؟ چون که جنگ بین اینها یک جنگ ایدئولوژیک نیست، جنگ اعتقادی نیست. شما بگین یک طرف مثلا مسلمان ناب موحد تابع قرآن و سنت است و طرف دیگر کافر صهیونیست، نمیدونم اسرائیل خونخوار غاصب است. نه، جنگ ایدئولوژی نیست، جنگ اعتقادی نیست، جنگ مصالح است، جنگ مصلحت هاست. و تاریخ روافض از زمان به وجود آمدن این فرقه گمراه توسط عبدالله ابن سبع یهودی تا الان نشون داده که اینها همیشه در صف دشمنان اسلام قرار گرفتن و هیچ وقت هیچ حرکتی چه سیاسی چه نظامی به نفع اسلام نکردن. یعنی بعضی اوقات می‌بینیم بعضی از مسلمان‌ها، بعضی از اهل سنت، حتی بعضی از علما و دعوتگران ما معیار و میزان بلاورا در نظرشون گم شده، اصلاً قطب نماشون رو از دست دادن
میزان ولا و برا در نزد اونها به جای اینکه توحید و عبادت الله سبحانه و تعالی باشد و شرک و توحید باشد، میزان و معیار در نزد اونها چی است؟ کی از فلسطین طرفداری میکنه، کی از فلسطین طرفداری نمیکنه. این مسئله درست است، فلسطین مظلوم هست، فلسطین باید کمک بشه، فلسطین باید نصرت بشه، ما کوتاهی کردیم، امت عاجز مانده و هر چقدر به این در این زمینه کم گفتیم. منتها آیا معیار ولا و برا فلسطین است که کسی که در کنار فلسطین قرار گرفت موحد و مسلمان واقعی است و کسی که قرار نگرفت کافر و مشرک و فلان و علان است؟ نه، این نیست. ببینید ما هیچ وقت کشورها، مناطق، انسانها، شخصیتها را نباید معیار قرار بدیم. چرا؟ چون مثلا احزاب فلسطین مثل حماس، جهاد اسلامی و غیره به خاطر مصلحت و بارها ما این را ذکر کردیم در کنار ایران قرار گرفتن و ایران به خاطر مصلحت در مواقعی به اینها کمک کرد. در مواقعی، همیشه نه، گاهی اوقات بهشون کمک کرده. آیا کمک کردن ایران سبب این میشه که ما ایران رو بیاریم در خانه موحدین و اهل ایمان و اهل توحید و یکتاپرستی و با اینها ولا داشته باشیم و با کسانی که دشمن ایران هستن براءت داشته باشیم؟ نه. معیار ولا و برا در قرآن و سنت واضح و آشکار است و اینها در طول تاریخ همیشه مثل یک غده سرطانی در بین مسلمان ها بودن. هیچ وقت در تاریخ اسلام روافض به مدت 1 ثانیه در کنار مسلمان ها در مقابل کفار قرار نگرفتن، الا گاهی که اگر مصلحتشون این رو اقتضا کرده و بعد از اینکه به مصلحتشون دستش رسی پیدا کردن، اولین کاری که کردن از پشت به مسلمان ها خنجر زدن. نمونهش افغانستان، نمونهش عراق، نمونهش سوریه، نمونهش یمن، نمونهش لبنان، نمونهش کشورهای آفریقایی، پاکستان. و کسی که اینا رو ندونه و خبر نداشته باشه باید کمی به عقلش فشار بیاره. در این شکی نیست که اهل سنت دشمن اول اسرائیل هست. این رژیم صهیونیستی اسرائیل دشمن درجه‌ای که اهل سنت هست، نه دشمن درجه‌ای که ایران، نه دشمن درجه‌ای که شیعیان، نه دشمن درجه‌ای که روافض. یعنی امروز اسرائیل اگر مناطق رو اشغال کرده، مناطق اهل سنت است. کسانی که امروز با اسرائیل درگیر هستند اهل سنتن. بیش از 80-90 سال سرزمین هایی که داره با ظلم و ستم و شکنجه و قتل و کشتار و زندان داره اداره میشه تحت سیطره و اشغال رژیم صهیونیستی، سرزمین های اهل سنت است و واضح و آشکار است که در طول جنگ ایران و عراق، چون یک طرف شیعه رافضی بود و طرف دیگر اکثریت اهل سنت بودن، به همین خاطر اسرائیل رو دیدیم که در کنار ایران قرار گرفت و ایران رو کمک کرد و فضایح اینا که تا دلتون بخواد واضح و آشکار است. پس ما در مقابل 2 دشمن اهل سنت هستیم، یکیش رژیم آخوندی ایران و یکیش رژیم صهیونیستی اسرائیل. و حالا اگر ایران در این جنگ ببره و یا اسرائیل ببره، هر دوتاش به ضرر اهل سنت است، به نفع اهل سنت نیست. اسرائیل اگر این جنگ رو ببره طبیعتاً ظلم و ستم بر سرزمین‌های اشغالی و شاید پا فراتر از سرزمین‌های اشغالی بگذارن، یک مسئله واضح و آشکار است. و اگر ایران در این جنگ برنده باشه، طبیعتاً که باز همون هلال شیعی و نمیدونم توسعه طلبی های رژیم آخوندی در سرزمین های عربی و اسلامی دوباره ادامه خواهد داشت و بیشتر خواهد شد. به همین دلیل هر کدوم اینا اگر در این جنگ برنده بشن به ضرر اهل سنت است، هیچ کدومش به نفع اسلام و مسلمان ها نیست. زیرا ایران از قضیه فلسطین به عنوان یک برگ برنده همیشه در مذاکرات در ساحات سیاسی و نظامی به خاطر مصلحت خودش استفاده کرده، نه به خاطر مصلحت امت اسلامی و حتی نه به خاطر مصلحت مردم فلسطین. بله، هر دو طرف اگر به قدرت برسن، هر دو طرف اگر قوی باشن، هر دو طرف اگر سیطره پیدا بکنن، به اهل سنت رحم نمی کنن. دشمن لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. الله متعال میگه، یعنی سخن الله سبحانه و تعالی دیگه هیچ شک و شبهه‌ای در اون نیست. میگه شما پیدا نمی کنید دشمنی شدیدتر برای مسلمانان موحد غیر از یهود و مشرکین. و این
یک حقیقت و واقعیت قرآنی است. کسی اینو نمیتونه انکار بکنه. دشمنترین، شرورترین، ظالمترین دشمن برای موحدین کی است؟ برای مسلمانان کی است؟ یهود و روافض. و این در طول تاریخ ثابت شده. پس چه باید کرد؟ به نظر من حکام کشورهای اسلامی، چون دنیا در حال تغییر است و این احساسات و عواطف و غضب ملت رو و امت اسلامی رو نمیشه ساکت کرد، اینو نمیشه نابود کرد و این غضب یک روزی انفجار خواهد کرد، مانند مصر، مانند تونس، مانند سوریه، مصر، کشورهای مختلف. یک روزی این کینه و این احساسات و عواطف و این غضب مردمی تبدیل به طوفانی خواهد شد و ریشه شما را خواهد کند. بهترم این است که سر عقل بیایید، در کنار ملتتون وایستید، ملت‌ها را در آغوش بگیرید و به ندای حق گرایانه ملت‌ها لبیک بگید و دست از این ذلت و خواری بردارید. چون این دنیا، در این دنیا قانون حاکم قانون جهانی، قانون سازمان ملل، قانون حقوق بشر، قانونی که امروز به نام به اصطلاح نظام‌های بین‌المللی در دنیا حاکم است، قانون جنگل است. هر کس که قدرتمند است او حاکم است. هر کس که قدرتمند است حرف اول رو میزنه. کسی که ضعیف است محکوم به شکست است، محکوم به ذلت است، محکوم به خواری است و این یک واقعیت است. ثانیاً این یک انتقام الهی است از نظام ایران. شما فکر میکنید که آه مظلومان در سوریه، در عراق، در افغانستان، در کشورهای مختلف اینها فراموش میشه؟ هرگز فراموش نمیشه. الله سبحانه و تعالی هرگز آه مظلومی رو نادیده نمیگیره و الله سبحانه و تعالی بندگان مظلومش رو کمک و یاری میکنه، ولو بعد حین، ولو بعد از مدتی، شاید 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، اما یک روزی چنان انتقام سختی میگیره، اخذ عزیز المقتدر، الله سبحانه و تعالی چنان محکم و چنان سخت میگیره اینها رو، چنان حاکمانه اینها رو میگیره که دیگه هیچ راه فراری نخواهند داشت و انتقام الله سبحانه و تعالی سخت است. امروز این کسایی که امروز کشته شدن، دست اینها تا آرنج به خون کودکان مظلوم سوریه و عراق و اهل سنت آغشته بود. 10,000 بلکه 100,000 کودک و زن بیگناه رو در سوریه قتل عام کردن، در عراق قتل عام کردن به نام اهل سنت، به خاطر که سنی بودن، به خاطر که موحد بودن و اینها در چنان تکبر و غرور و غرش خودشون بودن که فکر میکردن که دنیا دیگه به کام اینهاست و هیچ تغییری نمیاد و این انتقام الله سبحانه و تعالی است. و ما هم دعا میکنیم که اللهم اضرب الظالمین بالظالمین، خداوند ظالمین را به وسیله ظالمین بزنه و از بین ببره. خوشحالیم، والله خوشحالیم از این که این جنایتکاران خوناشام امروز به دست یک جنایتکار و خوناشام دیگری از بین میره، اصلا خون پلیدشون هم به دست امت اسلامی ریخته نشه. و انتقام الهی است، انتقام الهی از نظامی که 40 سال در حق مسلمان ها ظلم و ستم کرده، غیر از تفرقه و اختلاف و عداوت و دشمنی چیز دیگری رو به بار نیاورده این نظام و این انتقام الهی است که الله سبحانه و تعالی داره میگیره. اللهم سلط الظالمین علی الظالمین و خرجنا من بین ایدیهم سالمین. الله سبحانه و تعالی ظالمین را بر ظالمین مسلط بکنه، هر دویشون رو نیست و نابود بکنه و مسلمان ها را سالم و غانم از بین آنها بیرون بکنه. این اتفاقی بود که امروز صبح افتاده بود و تا هنوزم جریان داره. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی شر کسانی که در پی ذلت و خواری امت اسلامی هستند از بین ببره، چه رافضی باشه، چه یهودی باشه و چه نصرانی باشه و چه منافق. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای محمد
سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. بخشش در سوال داشتیم درباره یعنی چیز بسنیم طلاق. بله. آخر ما از تاریکستان هستیم. وقتی که بین زن و شوهر یگان مناظره میشه چی میشه؟ میگی ببرو برای خانه مادر رو تو در کار نیستی، همین میگن که هیچ خیلی میشه. اگر منظورش از این باشه که برو خانه مادرت، این که طلاق هستی، طلاق میشه. اگر نه منظورش این باشه که برو مدتی نمیخوام تو رو ببینم، میخوام با تو قهر بکنم، نمیخوام در کنار من باشی، هدفش هجر باشه، دور بودن در فراش باشه، در اون صورت طلاق نمیشه. مقصد نه که برای پیشم نبینم که بخیر برای خانه مادر رو میگه هم خیر ببینید این سخنانی است که در او شبهه است. میگن که ثلاثهن جدهن جد و هزلهن جد. سه چیز هست که شوخیش هم شوخی، جدیش هم شوخی است. متوجه شدید؟ یکی از این سه چیز چی است؟ طلاق است. یعنی کسی به شوخی به زنش بگه که برو طلاقت دادم، طلاق میشه. نه بگه والله شوخی کردم. نه، شوخی نیست در اینجا. در مسئله زن و شوهری شوخی وجود نداره، چون الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم تنها پیوندی رو که به نام میثاق غلیظ، یعنی پیوندی استوار و محکم ذکر میکنه، پیوند ازدواج است. و این شوخی بردار نیست که تو مثلا حیوانی نیست که از بازار بخری هر وقت موقع خاصی بفروشی، هر موقع خاصی از خانه بیرونش بکنی. پس نباید شوخی کرد تو این مسائل. جدیش هم جدی، شوخیش هم شوخی. کسایی که قسم به طلاق زیاد میخورن، آی بر من طلاق باشه اگر این کارو نکنی، این جایز نیست، این حرام است. این تو این مسئله زناشویی رو نباید که انسان اینقدر سبک بگیره که رفیقشو میخواد خونه طلب بکنه، دعوتش بکنه، والله اگر دعوت مراد بکنی زنم طلاق باشه. نه، این غلط است، این اشتباه است. یا اینکه کوچکترین دعوایی صورت میگیره، پاشو برو خونه پدرت، این غلط است. الان بعضیا بعد 2 دقیقه بعد پشیمان میشن، والله من جدی نبودم، شوخی کردم. انسان خودش میدونه که جدی بوده یا شوخی کرده. اگر واقعا هدفش از گفتن این کلمه این باشه که برو طلاق هستی، طلاق واقع میشه، دوباره باید رجوع بکنه. و اگر یک عادت ماهانه گذشته باشه باید چیز بکنه، دوباره نکاح بکنه. بله؟ سخن بود دستش مخفیا که همکلی فهمه نمیدونم باری بریش طلاق میگوتن این بار رفتن میگیرن چی باید میشه؟ نکاح کردنشون در کاره؟ بله، نکاح در کار است. اگر که مثلا یک دوره عادت ماهیانه گذشته باشه، دوباره از سر 2 تا شاهد، مهر جدید، نکاح باید بکنن. دوباره میتواند رجوع بکند، هم بستر میشوند، رجوع میکنن، خلاص تمام، قضیه تمام میشه، نیاز به نکاح نیست. اگر نکاح طلاق با این مراجعه چی خیلی مثلا شما میفهمید؟ ببینید طلاق این است، ببینید یکی طلاق بدعی است. طلاق بدعی این است که انسان در اوقاتی که ممنوع است در اون موقع طلاق بده، مثلا در وقتی که باردار باشه، در وقت نفاس باشه، در وقت حیض باشه، عادت ماهانه باشه، این در این موقع طلاق دادن طلاق‌های مکروه است، جایز نیست. یکی طلاق این است که دوباره میتواند رجوع بکند، طلاق رجعی است که میتواند رجوع بکند. این است که مثلا امروز طلاق داد، هنوز در داخل یک طهر است، درست است، زن پاک است، عادت ماهیانه نیست، وقتی که با او هم بستر می شود خلاص نیاز به نکاح نیست، همین هم بستر شدن رجوع کردن است. متوجه شدید؟ اما اگر یک عادت ماهیانه گذشت و رجوع نکرد، بعد از اون باید دوباره با مهر جدید، 2 تا شاهد، دوباره نکاح بکند. زنده باشید. تشکر از شما برادر عزیز. بخشش 1 دقیقه دیگه بفرمایید. وقتی که با مثال در حالت میشه اول یه مثال چی هسته، همین از دهن مرد میبره که من جواب تو دادم گفته و زن نمیفهمه، شاهد نیستن، زن میگه من فهمیدگی نیستم همیشه.
ای دهنی سخن ای زبانی مرد برآمدگی ایش هم میگه که مقصد زن. بله بله، اصل در طلاق دادن مرد است، در زن خل است. زن که اگر طلاق بگیره بهش میگن خل. در طلاق دادن طرف مرد است، یعنی مرد اگر هدفش طلاق دادن باشه، چه زن فهمیده باشه چه نفهمیده باشه، طلاق واقع شده. بعد سوال پیشنهادی که بگم مقصد میگه که برو خانه و چاد بره مثال بود در موبایل چون بو هم خیلی باینشون نفهمیشه همین که مثلا که در اکثریت مردم هسته ممکن یک هفته 3-4 بار همین گپ هم میگن. درست. غلط است. این عادت رو باید گم بکنیم برادر عزیز. این عادت باید گم بشه از جامعه. درست نیست. مقصد هر یک باره که برو خانه و چاد بره به همون حالت غذا بچه هر یک بارش طلاق نگالتا. اگر هدفش طلاق باشه بله. 3 بار که شد دیگه نکاح کردن نمیتونم باشم. 3 دفعه که شد. بله. اگر 3 جلسه پی در پی شد نمیتواند دوباره چیز بکند. 3 طلاق میشود. رحمت سلامت باشید. زنده باشید. تشکر از شما. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و خسته نباشید استاد انصاری عزیز. سلامت باشید. بارک الله فیکم. آمین. سلامت باشید. من نیز خوشحالم از اینکه رژیم یهودیان جنایتکار سگ دست پرورده خودش رو در کشور ایران امروز تعدادی از آنها رو قتل عام کرد، چون که واقعا این اشخاصی که امروز سران سپاه این رژیم جنایتکار به قتل رسیدن، کشته شدن، واقعا دستشون به خون جوانان و فرزندان مردم ایران و حتی افغانستان، عراق و سوریه و یمن و اینا نیست و فلسطین همچنین و لبنان همچنین آگده بود. و همچنین که شما اشاره کردید منم دوست دارم که اینها همدیگر رو تکه پاره بکنن بلا نسبت مثل یک سگ هار، چون که واقعا اینا همونطور که شما اشاره کردید الله سبحانه و تعالی اشاره کرده که یهود و این مشرکان دشمنان سرسخت ما مسلمانان هستند و من خودم از کشور ایران هستم، از ملت کرد ایران. چه جفا و ظلمی که در طول این 46 سال این شیعیان جنایتکار، این رژیم دست نشانده یهود و نصارا در کشور ایران سر ما ملت کرد نیاوردن، نه تنها ما بلکه ملت بلوچ، درست، ملت ترکمن و همه مردم ایران. هر کسی که در کشور ایران ادعای حقوق خودش رو کرده باشه، این جنایتکاران به هر طریقی که شده اون رو نابود کردن، کشتن، زندانی کردن، شکنجه کردن، آواره کردن. درست. اکنون من آواره شدم به خاطر جنایت این رژیم و همچنین از دور من میدونم و میشناسم اشخاصی که اگر اشاره‌ای داشته باشن در سخنانشون به نفع این رژیم، من دوست دارم اینان رو بکوبم. چطور بکوبم؟ در اقل این که مثلا بیام سخنانشون رو نقل کنم، گرچه که خیلی دوست دارم مستقیم با خودشون ارتباط برقرار کنم، ولی چون که من میدونم دست نشانده هستن اجازه نمیدهن، اجازه نقد رو نمیدهن. همونطور که همین رژیم جنایتکار به ما مسلمانان نه در داخل نه در خارج اجازه نمیده که سیاست‌های کثیف اونا رو، جنایت‌های کثیف اونا رو نقد بکنیم. بله. و اگرم ما اقدامی کردیم، روشنگری کردیم، خب اون قدرت داشته تونسته در داخل و خارج به ما دسترازی بکنه یا زندانی بکنه یا بکشه به هر طریق. من از اینجای خواهشی هم از ادمین محترم شما دارم که لطف کنن پیجی که مال من هست به اسم من اونو از محدودیت در بیارن، زیرا که من یک جلسه در برنامه شما کامنت نوشتم علیه اون امام جمعه هایی که از طریق این رژیم جنایتکار گماشته شدن. درست. این اشخاصی هستند که امروز کمک میکنن این رژیم پست در قدرت بمونه. چرا که کمک میکنن؟ واقعا فقط برای بقای خودشون. درست. یا از نفهمی، ولی من احتمال کم میدم که از نفهمی این کارو بکنن، چون که واقعا به باور بنده ایمان برای اونها واضح شده، یقین و ایمان برای اونها واضح شده. یعنی اینا اگر امروز از این رژیم جنایتکار حمایت میکنن، واقعا کفر به طاغوتشون کنسل شده، کفر به طاغوتشون الغا شده. واقعا اینا از کفر به طاغوت برگشتن، بلکه در پشت طاغوت هستن و
الله سبحانه و تعالی باید به داد این جنایتکاران برسه. قیام ژینا رو همین اشخاص خونسا کردن استاد انصاری. اگر اینا نبودن، البته لطف الله همیشه شامل حال مردم میشه به شرطی که مردم نیز با الله سبحانه و تعالی باشه، یعنی اینکه همه چیز در تقدیر الله سبحانه و تعالی است. ولی من باور دارم اگر گماشته شده های این رژیم جنایتکار نبود، اکنون مردم میتونستن به راحتی از این رژیم جنایتکار عبور بکنن و لازم به این نبود که مثلا رژیم جنایتکاری مثل این یهودیان بیان کشور ایران رو به هر صورت مورد تجاوز قرار بدن یا بمباران بکنن. ولی باز من خوشحالم که این سران جنایتکار سپاه به دست این رژیم جنایتکار یهودیان کشته شدند. الله سبحانه و تعالی همه این کشته شدگان رو با خمینی ملعون محشور بکنه، قبل از اون با ابن سبع یهودی و بعد با کسانی که در طول تاریخ بشریت کفر کردن، شرک کردن، ظلم کردن و مسلمان کشی و مظلوم کشی کردن. آمین. ممنون از فرصتی که به من دادید. سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز در اتاق فرمان اشاره میکنن که صدا در یوتیوب ضعیف هست، این را اگر یک کنترل بکنن یا مشکل از دوست عزیزمان هست. همچنین کسانی رو که مسدود کردن در یوتیوب، دوستان عزیز لطف بکنید همه رو امروز آزاد بکنید از بلک لیست. باز اگر کسی توهین کرد و اهانت کرد دوباره میبندیم، چون من نمیدونم این برادر عزیزمون رو چرا مسدود کردن، شاید اشتباهی صورت گرفته باشه، گاهی اوقات در وقت مسدود کردن اشتباهی کلیک کردن رو اسم شما. اما دوستان عزیزی که پشت صحنه هستن لطف بکنن همه کسایی رو که در بلک لیست هستن دوباره آزاد بکنن و یک فرصتی میدیم. اما کسی اگر باز دوباره توهین و اهانت کرد دوباره در بلک لیست قرار خواهیم داد. بیننده عزیز سلام علیکم. بفرمایید. علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز انشالله که صحتمند باشین. سلامت باشید. اول خب موضوعی که امروز در رخ داده قسم شما و دوستای دیگه که یادآوری کرده، ما خواستم استاد یک چیز در این موضوع پرسان بکنم از شما، بپرسم که کسایی که بیگناه هستن چون افغانای ما و شما و خود اهل مردم ایرانه که اهل سنت هستن به شهرها زندگی میکنن، خداوند شهادت اینا رو قبول بکنن، چون بغیر از این نظامی های اینها مردم عام دی با شهادت رسیده. همونطور است استاد؟ بله، کسایی که از مردم عام ولو از شیعیان باشند غیر نظامی هستند، در این مسائل شرکت ندارند، یعنی و این مسائل اصلا برای این بیچاره‌ها مهم نیست، خودشون گرفتار مشکلات و رنج و سختی‌های زندگی هستند در سایه این رژیم منحوس، اونها ما هیچ وقت به زخمی شدنشون، به کشته شدنشون راضی نیستیم، خوشحال نمیشیم. و حتی غیر مسلمان، یهودی باشه، نصرانی باشه، غیر نظامی باشه، در جنگ شرکت نکرده باشه و در جنایت شرکت نکرده باشه، هیچ مسلمانی در کشته شدن، آواره شدن و زخمی شدن او خوشحال نمیشه. همونطوری که فرمودید برادران موحد ما، مؤمنین، مسلمانان واقعی، چه شیعه باشن چه سنی باشن، از هر گروه و فرقه‌ای که باشن در داخل ایران، الله سبحانه و تعالی کسایی که کشته شدن شهادتشون رو قبول بکنه، الله سبحانه و تعالی در زمره شهدا قرار بده و به بازماندگانشون صبر جمیل عطا بکنه. و سبب همه این مصیبت ها همین نظام ها هستن متاسفانه. بله برادر عزیز. بله دقیقاً، چون هفته که گذشت استاد یکی از خواهران افغان ما رو به بسیار فجیع ترین حالات کشته شده بود و سرش بریده بودن، گوشهاشون بریده بودن، در شبکه‌های اجتماعی خیلی سرصدایی رو برپا کرده. دقیقاً این مشتی نمونه از خربار از جنایت‌های بسیار بزرگتر از این هم صورت گرفته برادر است. و استاد عزیز یک سوال دارم در مورد یک موضوع است، یک به اصطلاح عامیانه افغانی یک نامزدی صورت گرفته بین دو فامیل. درست. در این نامزدی مهر تعیین نشده اما ایجاب و قبول صورت گرفته، شاهده آمده. حال امو دختر بعد از 8 ماه 9 ماه امو پسر قبول نمیکنه و اینجا دو فامیل با هم گفتگوهای دارن که مصارفی که در نامزدی شده
این از لحاظ شریعت استاد عزیز ای چی میشه؟ ای باید یک معلومات اگر بتین. اصل در نکاح، بله، اصل در نکاح که شروط نکاح این است که 2 نفر شاهد باید باشد. 2 نفر شاهدی که مشخصا، اما وقتی که این ایجاب و قبول در حضور مردم صورت گرفته باشد، مسئله شاهد، یک شاهد و 2 شاهد نیست، الان همه شاهد هستند. پس این نکاح یک نکاح شرعی و درست است. مثلا در یک اتاقی بوده 30 نفر حضور دارن، درست؟ دخترم هست، بچه‌م هست. آمدن گفتن که خب پدر دختر گفته که من دخترمو به حق نکاح به نامزدی این جوان درآوردم و این جوانم قبول کرده و دخترم قبول کردن، هر دو تاشون اعلان رضایت کردن و جمعی که در اتاق هستن همه شنیدن، شاهد بودن، درست؟ بله. و این نکاح هست. این نکاح هست. یعنی اما این که مهر تعیین نشده، این یکی از به اصطلاح شروط نکاح رو زیر سوال میبره، به خاطر اینکه مهر تعیین کردن یکی از شروط نکاح است. علی کل حال این یک نقصی در نکاح وجود داره، اما وقتی که ایجاب و قبول صورت گرفته باشه حتما در مورد مهر و این چیزام صحبت کردن، اما داد و گرفتی صورت نگرفته. درست است؟ نگرفته. بله. داد و گرفتی که حالا استاد ای اگر جدایی صورت بگیره، اونا فامیل پسر میگن ما مصارف که انجام دادیم اونا رو باید بر ما برگردانیم. والا از نگاه شرعی همچین مصارف، در مورد مصارف من والا نمیدونم چی بگم. در مورد مهر اگر می بود، آره مهر را حق داشت که طلب بکنه، چون قبل از اینکه هم بستر بشن و طرف خلع کرده، یعنی اون نکاح رو فسخ کرده طرف مقابل، در این صورت مهر رو باید برگردونن. اما در مورد مصارف، یعنی کسی اونا رو مجبور کرده بود که این مصارف رو بکنن یا خودشون کردن؟ نه دیگه هر دو طرف استاد مصارف کرده. و فامیل دختر میگه ما از مصارف یا خود از هم میگیش، یعنی تیر هستیم چون نمیخواد دختر ما زندگی بکنه بین این مدت که سپری شده، از خوی خواص یک همدیگر آشنا شدن نمیتونه همراهش زندگی بکنه. پس یعنی به اون به اصطلاح عامیانه افغانی ای به او خلاص، یعنی مصرف اینها به مصرف اونا تمام دیگه، کسی چیزی طلب نکنه بهتر است. اما به فامیل پسر میگن نه ما مثلا نه، شرعاً همچین حقی ندارن. شرعاً غیر از تقاضای مهر، اگر مهری داده باشند تقاضای طلب کردن غیر از اون رو ندارن، از نگاه شرعی ندارن. اگر تا به محکمه شرعی هم مراجعه بکنن ندارن، چون طرف مقابل هم خرج کرده، اینا هم خرج کردن. مسئله حیثیت و آبروی یک دخترم در وسط مطرح هست. به همین دلیل یعنی یک مطالبه شرعی نیست. درست است. فقط 40,000 افغانی در اول فامیل پسر برای دختر داده بود که بعض از چیزها رو تهیه بکنن. اون فامیل دختر که هست میگه ما آماده هستیم که پیسه‌شان دوباره همون، بله، اونو باید برگردانن. این خودش مهر است دیگه. این خودش مهر است، برگردانن. اونو باید برگردانن، اما در مصارف مهمانی و خوردنوش و اینها رو حق ندارن طلب بکنن برادر است. اونا میخواین میگن ما تمام مصارف رو کردیم اونا رو. نه همچین حقی ندارن. دیگه تشکر. سلامت باشید استاد عزیز. من چند هفته قبل همراهتان صحبت کردم، گفتم که اولین بار همراهتان هم کلام میشم. اما شماره که شما گفتین من بعد از این به می شماره تماس گرفتم، اما متاسفانه که برای من نه جواب دادن نه شماره شما رو شخصیتان دادن دارم. انشالله من شماره شما رو یادداشت میکنم، انشالله خودم تماس میگیرم با شما. تشکر. وقت خوش. الله حفظتان بکنه. سلامت باشید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. الله مطالب استان کنه. تشکر از شما برادر عزیز. اومدیم که 20 سال قبل 18 سال قبل که این شبکه‌های دعوتی، شبکه‌های توحیدی برای شما مدین وظیفه‌تان اجرا که انجام داده، الان مطال شاهد احوال از میبینم که از متعهد دل و صدق دل و از راستی و صداقت ایمانداری دینتان ادا کنی و رمافظ گفته که مردم زد نکنی.
سوریه چقدر یا جنایت کردن. این جنرالای ازی، مشاورین ازی، رافضیایی که رفتن در عراق با خاک خون کشیدن، سوریه را سوار رسوندن که 1 میلیون زیر خاک کردن، تک تک پارچه پارچه‌اش که با تیپ تروریستی فاطمیین و زینبین و همین مشرکین نجس پلید، الحمدلله که روز ظالم دیگه ظالم میکشه. این ظالم و ظالم، هر دو ظالم است، یکی از دیگه بدتر است. خداوند هر دوش در جهان نیست نابود میکنه. آمین. یعنی او طفلا او حالت سوریه یاد ما فراموش ما میشه. او مردم ها مسلمان افغانستان خود تعداد زیاد ما هیچ فراموش میکنه. ما چی ما افغانستیم، ما چی ما این چیزایی است که از آن به تو ساز محترم و شما بهتر معلوم است که این کفر است. درست. وقتی درد یک مسلمان نداشته باشی احساس انما المؤمنون گفته نگفتن که تو افغانستانی است، تو نمیفهم پاکستانی است، تو این چیزا در اسلام حرام است. درست. ولی این ظلم و جنایت و این وحشت و این زندانی کردن اهل سنت، تجاوز کردن این بلوچستان، کردستان، لردستان، همه اهل سنت یا با خاک خون کشاندن. ولی امروز بلا سرشان حاضر شدن. این پس شدنی نیست. این بالاخره چاکند چاس مسل ما شماست. خودشان چای خود کند. امروز میگه که بهترین انسان ها ابو سعد و کلانترین کسانی که اعتماد و اعتبار والعزا داشتن و الله طلوع میکردن، خوب میکشتن، مثل قاسم سلیمانی تروریست رافضی که سوریه را با خواب خون کشان. یک تا سال سنت میگه تو سوریه سی بگه بکشش، گوش بکش، سیگارش بکش. ولی امروز الله متعال ما با چشم گناهکار خود میبینه. استاد عزیز ظالم و با ظالم برابر کردن. یعنی خوش باشه مسلمان ها باید طرفداری نکنه. از هیچ گروه نمیتونه ما طرفداری کنه. استاد عزیز نه دی رافضیای مشرک ظالم دشمن ابوبکر و عمر و صحابه و امهات المؤمنین و نه عزیز صهیونیستای خبیث لعنتی تروریست. ما شما فقط طرف حق باشیم. هر جایی که حق است امور خداوند پیروز بگردانه. و این بلا امروز سر خود از یاد نازل شد و 20 سال شما دعوت که دوستان عزیز گفتن که او رافضی‌ها او مردم دین ناچر است، باطل است، پیروی نکنید، این ساختگی است، من در آوردی است، این دین ابن سبی یهودی است، ولی قبول نکردن. امروز میبینن دعوتشان. مردم ایران ما برای شما ملت فهیم ایران میگم از این دین از این عقیده بگذارید و پس به اهل سنت که بابا گذشته‌هایتان بود، گذشته‌های ما شما بود، با او موحد بودن، موحدین بودن، در توحید بودن، اهل سنت و جماعت بودن. 400 سال قبل این صفوی‌های نسل پلید آمدن ایران با خون و عقیده‌اش تغییر دادن. ما این پیام ما استاد عزیز بازم جزاکم الله خیر. سلامت باشید. از این برنامه‌های شما دامو الله متعال ما سلامت باشید. مقام جنت برای شما. آمین آمین. برای شما هم برادر عزیز. سلامت باشید. سلامت باشید. الله متعال شما را دوست بداره. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. تشکر میکنیم از این برادر رئیسمون و تقریبا همه کسانی که در بلک لیست بودن من همه رو از بلک لیست برداشتم. امیدواریم که دوستان آداب و اخلاق رو در انجمن و در کامنت گذاشتن مراعات بکنن که دیگه مجبور نشیم کسی رو بلاک بکنیم و از عزیزانی که به طور اشتباهی دوستان مسدود کرده بودن از کانال از اونها معذرت خواهی میکنیم. بیننده عزیز سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من برادر مدیان افغان هستم. انشاءالله صحت سلامت باشین، جور باشین. سلامت باشین برادر عزیز. الله متعال استان کند. بفرمایید. سلامت زنده باشین. من یک سوال داشتم اگر لطف کنید راجع به سوره یاسین آیه 8. بله. اگر کدام تفسیری هست لطف کنید برام و اگر کدام درس است برام بتین. چون ما با اکثرا دوستان اینجا چی هستیم به تماس هستیم گاهی اگر سوال پیدا میشه و خواستم با شما را تمت بتون. چه اشکالی هست، چه سوالی در مورد آیه 8 سوره یاسین هست میتونید بفرمایید؟ به خاطر که من یک تفسیر کسی برای من گفت که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه چی میکنن یعنی سفر میکنن و در راه پروردگار که قرآنشان میگیره و اونا را از عقب پشت و راست و پس اینا را چیز میکنه به حساب
یعنی باعث رسا میشه که چی میکنه رسول اکرم صلی الله علیه و نبینن و کفاره که راه را گرفتن اونا باعث شوه که نبینن چی رسول اکرم صلی الله علیه و باشه چشم در این مورد صحبت میکنیم. سلامت باشین. شب و روز بخیر. سلامت باشین. در مورد این از تفسیر میسر من خدمت شما در اینجا نشون بدم. تفسیر دقیقی که علما کردن از این آیه این است که دوستان اگر نشون بدن و جعلنا من امام الكافرین سدا و من ورائهم سدا، یعنی ما قرار دادیم در پیش روی کافران و در پشت سر کافران سدی را، فهم به منزلت من سد طریقه من بین یدیه و من خلفه، و مانند کسی است که راه پس و پیش برای او بسته شده باشد. فعمینا ابصارهم، چشمانشان را کور کردیم، به سبب کفرهم و استکبارهم، به سبب اینکه کفر ورزیدن و تکبر ورزیدن. فهم لا یبصرون رشدا، اینها راه حقیقت را نمی بینن. چون الله سبحانه و تعالی میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. انسانی که در دلش طلب هدایت نداشته باشه، در جستجوی هدایت نباشه، در کفر و طغیان و تکبر باشه، الله سبحانه و تعالی میگه پس و پیش، یعنی جلو و عقب او رو کلا میبندیم که هیچ راه رستگاری رو پیدا نکنه. ولا یهتدون، و نه هدایت شوند. و کل من قاتل دعوت الاسلام بالاعراض والعناد، و کسی که با دعوت اسلامی با عناد، یعنی با کسی که به اصطلاح یک چیز حق رو نمیپذیره، بهش میگن آدم عنید، یعنی کسی که لجباز هست، الله سبحانه و تعالی او رو هدایت نمیکنه. و کسی که روی گردان است، الله سبحانه و تعالی او رو هدایت نمیکنه. فهو حقیق به هذا العقاب، این حق آنهاست که این گونه از طرف الله سبحانه و تعالی اینها چه بشن؟ به این عقوبت دچار بشن. این تفسیر دقیق و صحیح از این آیه است و یعنی شاید علمای دیگری که به اصطلاح تفاسیر مختلفی از این آیه داشته باشن و من اینجا برای شما در تفسیر ابن کثیرم بیارم. قول مجاهد است، دوستان اگر نشان بدن. قال مجاهد عن الحق، کسانی که از حق روی گردان شدن. و من خلفهم سدا، قال مجاهد عن الحق فهم يترددون. و قال قتاده فی ضلالات، در ضلالت و گمراهی خود سرگردان هستند. فاخشیناهم ای اخشینا ابصارهم عن الحق، یعنی چشمانشان را پوشاندیم بر حق. فهم لا یبصرون ای لا ینتفعون بخیر ولا یهتدون الی، اینها نه از خیر بهره میبرند و نه به سوی خیر هدایت مییابند. و ابن جریر از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت میکنه که فاخشیناهم بالعین المحمله من العشاء و هو داء فی العین، یک نوع مرضی است که در چشم، پرده‌ای در چشم میاد، اشاره به اون است. و قال عبدالرحمن بن زید بن اسلم جعل الله هذا السد بینهم و بین الاسلام والایمان، الله سبحانه و تعالی این سد را بین آنها و بین اسلام قرار داد. فهم لا یخلصون الیه، که اینها نمیتوانند راهیاب شوند به طرف اسلام. و قرأ ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آیه حتى يروا العذاب الالم، که در سوره یونس آیه 96 و 97. در اینجا یعنی هیچ ذکری از اون مسئله‌ای که شما بیان کردین نیست، همچین مسئله‌ای. و بله، یک روایتی هم در اینجا ذکر میکنن که نه، اون مسئله‌ای که شما ذکر میکنید در اینجا در تفسیر ابن کثیر هم بیان نشده دوست عزیز. پس آنچه که فرمودید شاید در روایت های ضعیفی در بعضی از تفاسیر ذکر شده باشه، اما تفسیر دقیق و صحیح
این مطلبی که شما فرمودید نیست، بلکه کسی که انسان لجباز باشه، روی گردان از هدایت الهی باشه، الله سبحانه و تعالی راه پس و پیش او را میبندد که نه به اسلام راهیاب میشود و نه هدایت مییابد. شاید بعضیا بگن که خب پس سبب گمراهی بعضی انسان ها الله سبحانه و تعالی شده. نه، این گونه نیست. ببینید، یکی هست در درونش طالب هدایت است، از این وضعیتی که مثلا در کفر و شرک و گمراهی و ظلم و ستمی که زندگی میکنه راضی نیست، همیشه یک ندایی در درونش او رو به طرف یک فلاح و رستگاری صدا میکنه. از این ندا ما در دین به عنوان ندای فطرت، ندای ایمان، ندای اون فطرتی که الله سبحانه و تعالی انسانها رو در روز ازل آفریده است، ما به عنوان ندای فطرت، ندای اون ایمان درونی که در وجود همه انسانها وجود دارد، از اون به اصطلاح تمثیل میکنیم در اینجا. در غرب و در بعضی از جوامع در نزد ملحدین اینا چی میگن؟ وجدان. والا وجدانش بیدار است و وجدانش بهش اجازه نداد و وجدانش به اصطلاح عذاب میکشه و فلان. اما ما میگیم فطرت سالم، اما فطرتی که الله سبحانه و تعالی بر اساس او انسانها را ساخته. و این فطرت سالم همونطوری که در قرآن کریم میگه فالهمها فجورها و تقواها، الله سبحانه و تعالی در درون ما این رو قرار داده. و در سوره انسان هم خیلی واضح بیان میکنه هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل فاما شاکرا و اما کفورا. ما برای انسان گوش دادیم، چشم دادیم، راه رو بهش نشان دادیم، حالا اختیارم بهش دادیم. راه حق این است، راه باطل این است. وقتی که این انسان با عقلش، با اوشش، با چشمش دیده، شنیده، با اختیار خودش راه باطل رو انتخاب میکنه، این انتخاب خودش است. الله رو مجبور نکرده که تو حتما باید بری به راه باطل. وقتی که راه باطل رو انتخاب کردی، خداوند انسان رو عذاب میکنه. عذاب از چی است؟ که راه هدایت رو برو میبنده، چون در درونش یعنی میلی به طرف هدایت نیست. همون آیه‌ای که ذکر کردم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خداوند حالت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون از درون خودشون رو تغییر بدن. تو از درونت وقتی طالب هدایت باشی، الله سبحانه و تعالی راه هدایت رو بهت باز میکنه. وقتی از درون طالب فسق و فجور و فحشا و ظلم و ستم باشی، الله سبحانه و تعالی غرقت میکنه در همین چیزا. و من یعنی همیشه نصیحتم به دوستان این بوده که در تفاسیر آیات از تفاسیر معتبر استفاده کنید. تفسیر ابن کثیر، تفسیر میسر، از تفاسیر جدید مثلا تفسیر جامع البیان، تفسیر تبیان، اینا تفاسیری است که قابل اعتماد است. البته جامع البیان شیعه نه، جامع البیان اهل سنت. تفسیر تبیان یکی از بهترین تفاسیر اهل سنت است. دوستان عزیز، از دکتر عبدالقدوس راجی رحمت الله علیه تفسیر بسیار زیبایی است، تفسیر دقیق است و یعنی تفاسیر آیات که ذکر شده همه از مصادر صحیح است، خود قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و بقیه تفاسیر ببینید، شاید بعضیا بگن پس این همه تفاسیر وجود داره. حالا مثلا در کتابخانه خودم اگه خدمتتون نشون بدن، شاید من تنها از تفاسیر اهل سنت شاید بیش از 35 تفسیر داشته باشم. پس این تفاسیر رو چرا علما و دعوتگران دارند؟ ببینید، تفاسیر به شکل تخصصی نوشته شده. یک تفسیری است صاحبش زیدی است، شیعه زیدی است، اما در باب لغت عرب علما از تفسیر استفاده میکنن. تفسیر دیگری جنبه به اصطلاح تاریخی تفسیر رو بیشتر اهمیت داده. تفسیری اومده تفسیر قرآن بالقرآن کرده، تفسیر قرآن به سنت شده. بعضی تفاسیر تفاسیر به رأی است، علما اومدن رأی خودشون رو هم در لابلای تفسیر اضافه کردن. بعضی از تفاسیر خود مفسر از نگاه اعتقادی مشکل داره، یعنی در مذهب یکی از طرق که جزء اعتقاد صحیح اهل سنت نیستن،
اما در یک بابی واقعا تخصصی پیش رفته، مثلا در باب رد شبهات. من با یک مفسری از نگاه اعتقادی باش مشکل دارم، بعضی از موارد، مثلا در مسائل اسما و صفات مشکل داره، من در این باب هرگز تفسیرش رو مطالعه نمی کنم. علاقه هم ندارم به بحثایی که در مورد اسما و صفات، خاصا بحثای منطقی و فلسفی که داره، ابدا. لکن در باب رد شیعه، مثلا در باب رد ملحدین، ماشاءالله تفسیرش یعنی از بهترین تفاسیر است. به خاطر همین از تفاسیر مختلف تنها علما میتوانند استفاده بکنن و کسانی که با علوم تفسیر آشنایی داشته باشند، با مذاهب مفسرین آشنایی داشته باشند. برای عموم مردم تفاسیر معتمدی که از نگاه اعتقادی مشکلی نداشته باشه، از نگاه روایات مشکلی نداشته باشه، از این تفاسیر باید استفاده بکنن. به طور مثال تفسیر انوار القرآن که به فارسی هم نوشته شده، یک از تفاسیر خیلی جالبی بود که حدود شاید 10-15 سال پیش جناب دکتر عبدالرؤوف مخلص از هرات نوشته بودن. جدیداً اطلاع پیدا کردم، چون یکی از مشکلاتی که این تفسیر داشت این بود که استخراج نشده بود. روایات ذکر شده بود، مصدر روایات، منبع روایات ذکر نشده بود. جدیداً شنیدم که جناب استاد مخلص این تفسیر رو با لباس جدیدی آماده کردن و این احادیث و روایاتی که در تفسیرشون ذکر شده بود استخراج شده و این کار بسیار نیکویی است. به خاطر چی اینو خدمت شما از اون بیان میکنم که مفسر وقتی که یک روایتی رو ذکر میکنه در زیر تفسیری یک آیتی، باید منبعش رو ذکر بکنه. منبع به ما چه کمک میکنه؟ مثلا چی میگه؟ میگه این حدیث رو ابن ابی شیبه در مسندش روایت کرده، شماره فلان. مستقیما ما میریم در مسند ابن ابی شیبه، میبینیم که این روایت از چه اعتباری برخوردار است. علمای حدیث در مورد این روایت چی گفتن؟ آیا این روایت صحیح است، ضعیف است، مرسل است، مکذوب است؟ این به ما کمک میکنه که وجود منبع و متاسفانه خیلی از تفاسیر که وجود داره استخراج نشده. حتی خود اون مفسرین شاید در اون زمان احتیاجی به این نبوده که یعنی استخراج بکنن احادیث رو، یا اصلا شاید مثلا آماده نبوده در اون موقع. اما الان الحمدلله امت اسلامی مشکل رو ندارن و خیلی راحت میتونید شما یک روایتی رو بزنید در یک برنامه سرچ بکنید و از صحت و سقم روایت متأکد بشید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام و رحمت الله و برکاته. بله بفرمایید. سلام باشه بزرگوار. بسیار زیاد معذرت میخوایم استاد، از شما معذرت میخوایم، از بیننده‌تان معذرت میخوایم به خاطر که تماس گرفتم. خواهش میکنم. اما باید دیر ما تماس میگرفتم به خاطر که این موضوع اسرائیل ایران است. هر گپ از خود جای و مکان داره، باز دیر باده که در این مورد سوال کنم، بازم مزه بحثم نمی باشه استاد. درست. نگاه استاد محترم، من در مورد انقلاب اسلامی ایران برای بار دوم سوال دارم. بله. و قبل از سوال استاد عزیز، هر مسلمانی را باید قبول بکنه که مزدور جایش در باطلدانی است. وقتی که مزدوریش تمام شد، پروژهش تمام شد، در باطلدانی پرتاب میشه. ما دیدیم در عراق، دیدیم در افغانستان، دیدیم در سوریه، دیدیم در همه جای دیدیم. رژیم مزدور جنایتکار ایران هم ممکن است که پروژه تمام شده باشه و حالا وقتش رسیده که اینها را در باطلدانی بندازن. هنوز زاینده رژیم جمهوری اسلامی ایران وارد عمل نشده که ممکن است وارد عمل شود، یا فردا یا یک ماه بعد یا 2 ماه بعد یا 1 سال بعد، خب بالاخره وارد میشه اینا را مندازه در باطلدانی. ولی ما استاد در مورد انقلاب اسلامی برای بار دوم سوال دارم. فکر نمی‌کنی استاد وقتی این آخوندا را گرفتن به باطلدانی پرتاب کردن، در ایران یک ظلم و ستم خونریزی کنترل شده را برام اندازن، خیلی جنایات بسیار وحشتناک بدتر از سوریه به خاطر امام زمان و او یک دفعه باز در مساجد
همین ملای مامای شیعه تبلیغات خود شروع کردن که تا که امام زمان ظهور نکنه ایران به صلح نمیرسه. همین تبلیغات اذهان مردم درگیر میکنن. باز یک دفعه ببینی که امام زمان از فرانسه در یک طیاره بیشینه به این یک نفر جور کنن به نام امام زمان در یک طیاره سوارش کنن، یا از فرانسه یا از بریتانیا یا از آلمان. خب از این کشورهای غربی به شما استاد به می فکر نمیکنی که همچین یک اتفاق خواهد افتید؟ چون بعید نیست از این دشمن ها. همچین یک اتفاقی یک بار افتاد در سال 1357. خمینی رو از فرانسه مگه نیاوردن؟ بله استاد، اما این دفعه فکر نمیکنی یک نفر به نام امام زمان وجود نداره؟ هر چیزی از اینها ممکن است. الان ببینید شما در فقه شیعه اصلا بعد از غیبت کبرا، بعد از اینکه نواب یک زمانی غیبت صغرا بود، نه که امام زمان 4 تا نائب داشت و این 4 تا نائب به اصطلاح سخنان امام زمان را با مردم میرساندن. بعد از اون امام رفت در غیبت کبرا. طبق روایات شیعه تا وقتی که امام زمان خودش ظهور بکنه نه نائبی داره، نه اسمی از او باید گرفت، نه حکومتی باید تشکیل داد. اما اینا آمدن کل مذهب شیعه رو عوض کردن، تحریف کردن، آمدن حکومت تشکیل دادن و بعد از او گفتن که ما نائب بر حق امام زمان هستیم. پس از اینها هر چیز توقع میره که اینو انجام بدن. استاد عزیز زنده باشی، سلامت باشی. خب ما شاید عمر کنیم یا شاید عمر نکنیم، ولی آیندگان از دنیا هست استاد عزیز. این موقف مسلمانان چی باید باشه استاد؟ این مسلمانان را شما خوب یک نصیحت و چون امروز سر وقت است، چون ما را باز این عامی اسرائیل معرفی نکنم که اسرائیل با ما هیچ ربطی نداره. دشمن ابدی ما، دشمن قسم خورده ماست. گذشتگان ما با اینا در جنگ بودن، ما هستیم و آیندگان همچنان هستن. این بر سر ما ختم نشه استاد. موقف اومد چی باشه استاد؟ در زمانی که امام زمان از فرانسه در طیاره به دیگه وقتتان خوش، معذرت بازم میخوایم استاد. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. الله تعالی استان کنه. یکی این که وظیفه امت اسلامی در زمانی که امام زمان ساختگی اینها ظهور میکنه چی است؟ و یک حقیقت دیگر هم به شما بگم که اگر امام زمان واقعی هم اگر ظهور بکنه، اولین کشوری که با او مبارزه میکنه و وارد جنگ میشه کی است؟ همین حکومت آخوندی ایران خواهد بود. ببینید در زمان فتنه ها ما اولا باید متمسک به قرآن کریم باشیم. تمسک به کتاب الله بزرگترین ریسمانی است که مؤمن و مسلمان را در زمان فتنه ها از گمراهی و ضلالت دور میکنه. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن شما را به راه استوار، راه پایدار راهنمایی میکنه. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. و بشارت میده به اون مؤمنینی که اعمال صالح انجام میده که برای آنها اجر و پاداش بزرگی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که ترکت فیکم ما لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسوله. من در بین شما 2 چیز رو گذاشتم. حالا در روایاتی کتاب الله و اطرتی هست، کتاب الله و سنتی، و در روایتی کتاب الله و اطرتی هست در اونجا متابعت از اطرت نیست، متابعت از قرآن و رعایت اطرت است. حالا روایات دیگری در اون متابعت اطرت هم آمده که روایات ضعیفی است، این بحث طولانی است. اما آنچه که شیعه و سنی علی الرغم اختلاف روایات در به اصطلاح در کلیاتش شک ندارن این است که ما باید تابع قرآن و سنت باشیم. حالا تعریف سنت در نزد ما، تعریف سنت در نزد اونها فرق میکنه. سنت ما سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم که از طریق صحابه به ما رسیده و اونها میگن سخنان اهل بیت که از طریق به اصطلاح اصحاب اهل بیتشون. به خاطر میگم اصحاب اهل بیتشون چون اون اهل بیتی که اونها بهش اعتقاد دارن غیر از اهل بیتی است که ما بهشون اعتقاد داریم. تمسک به قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم وسیله است که انسان رو از وقوع در فتنه ها دور نگه می‌داره. شما تصور کنید در مورد اشراط الساعه یک مطلبی رو می‌خواندم که در آخر الزمان
وقتی دجال ظهور میکنه خیلی از انسانهای مومن هستن دچار فتنه میشن، میرن از او پیروی میکنن، فکر میکنن که مهدی این است، فکر میکنن که مهدی واقعی این است. و از این دجال های خود ساخته که الان امکان داره اینها هم بسازن یک دجالی به اسم مهدی، در طول تاریخ زیاد بوده. شما اصلا برید کتاب فرق شیعه رو بخوانید، هر امامی که میمرد بعد از مرگش 10 12 13 40 50 تا 60 70 فرقه ظهور میکردن. و همه اینها مردم رو به طرف چی دعوت میکردن؟ که من امام زمان هستم. مثلا حضرت علی فوت کرد، بعد از اون فرقه سبعیه ادعا کردن که علی مهدی است، نمرده، پس دوباره برمیگرده. امام حسن فوت کرد، فرقه ای آمدن گفتن که نه، حسن نمرده، مهدی است، دوباره برمیگرده. همین فرقه اسماعیلی که امروز اسماعیل کی است که اینا بهش میگن اسماعیلیه؟ اسماعیل پسر امام جعفر صادق است، مرد در زمان حیات امام جعفر صادق. اسماعیل به عنوان امام و جانشین تعیین شد، اما در زمان حیات پدرش از دنیا رفت. همین اسماعیلیا چی گفتن؟ گفتن اسماعیل از بین نرفته، نمرده، این پرواز کرده رفته با آسمان و در آخر زمان برمیگرده. فرقه اسماعیلیه درست شد. فرقه آمدن بعد از مرگ امام حسین گفتن امام حسین که نمرده، اون یک کسی دیگه بود که گردنش رو زدن، امام حسین و فرشته‌ها بردن در آسمان. همینطور فرقای مختلف از بین اینها جدا شده و هر کدومش هم ادعای مهدویت کرده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح که در مسلم روایت است می‌فرمایند که بادروا بالاعمال الصالحه، یعنی همیشه اعمال صالح انجام بدهید. اعمال صالح، قرائت قرآن، نماز، ذکر، دعا، متابعت از سنت. فستكون فتن كقطع اللیل المظلم، روزگاری خواهد آمد که فتنه ها مانند پارچه های شب تاریک پی در پی میرسد. مثلا شب داره میشه، در شروع یک کمی هوا تاریک میشه، بعد یک کمی بیشتر تاریک میشه. اذان مغرب که شد هوا به طرف مغرب رو نگاه بکنید، طرفی که آفتاب غروب میکنه هوا سرخ میشه، یعنی به شکل قرمز میشه، بعد آیسته شب تاری میشه، بعد شب سیاه تر میشه. وقت نماز عشا شب کلا سیاه است، نیم شب کلا شب تیره و تاریک است، تا که کم کم طرف صبح دوباره هوا روشن میشه. چه جالب رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو به تصویر میکشن برای ما که فستكون فتن كقطع اللیل المظلم، مانند پاره های شب سیاه پی در پی فتنه ها می آید. یصبح الرجل مؤمنا، طرف صبح مؤمن از خواب بیدار میشه، مؤمن از خواب بیدار میشه، نماز صبحش هم میخونه، ذکرش هم میگه، مؤمن، لا اله الا الله محمد رسول الله. و یمسی کافرا، شب که خانه برمیگرده کافر برمیگرده. در طول روز در یک روایت دیگری میفرمایند که یبیع دینه بعرض من الدنیا، دینش رو در مقابل بهای ناچیز دنیا میفروشه. صبح مؤمن از خونه خارج میشه، شب کافر برمیگرده. و یمسی کافرا و یمسی مؤمنا، شب مؤمن است، نماز شبش هم میخوانه، نماز عشا هم میخوانه، اذکار قبل از نوم هم میگه، بلند میشه نماز تهجدش هم میخوانه، مؤمن است. و یصبح کافرا، صبح بلند میشه کافر. این زمان فتنه هاست. از یک از علما پرسیدن که آیا ما در زمانی هستیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که نگه داشتن ایمان مانند نگه داشتن آتش در کف دست است. شما فکر بکنید مثلا این پاره از آتش باشه، زغال گداخته باشه، آیا میتونید این رو در دستتون نگه دارید؟ نمیتونید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری میفرمایند که در آخر الزمان روزگاری میآید، زمانی میآید که انسان مؤمن ایمانش رو در دستش طوری نگه میداره انگار که آتش رو در دستش نگه داشته، یعنی سخت میشه. این کنایه از این است که ایمان نگه داشتن سخت است.
چند روز پیش با یکی از دوستان صحبت میکردیم در مورد سود، ربا. شما الان در دنیایی دارید زندگی میکنید که هیچ، خلاصه به یک شکلی از اشکال شما را آلوده به ربا کردن. آلوده به ربا شده همه مسلمان ها بلا استثناء، الا من رحم ربی. میره از یک یعنی شاید من نمیگم که همه اینها گناه هست، اما آلوده کردن اون برکتی که در زندگی مثلا پدران ما بوده، اجداد ما بوده، چرا در زندگی ما نیست؟ به خاطر این است که تو میری از سوپرمارکتی میخری که این سوپرمارکت کل سرمایهش قرضی است از یک بانک ربوی. کل اون موادی رو که در اونجا آورده داره فروش میکنه بر اساس یک قرض ربوی خریده. بر اساس یک نظام اسلامی یک مؤمن واقعی نباید از همچین سوپرمارکتی خرید بکنه. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما در کار گناه و دشمنی همکاری نکنید. اما تو مجبوری امروز غیر از این سوپرمارکت در منطقه سوپرمارکت دیگری نیست، مجبوری ازش بخری. طرف رفته در بانک اسلامی حساب باز کرده، بانک اسلامی سودم نمیده، ربام نمیگیره، نمیگیره هیچ. بانک اسلامی است. اما از همین بانک اسلامی چی میگیره؟ ماستر کارت میگیره، ویزا کارت میگیره. ماستر کارت و ویزا کارت مؤسسات غربی هستن، مؤسسات ربوی هستن. کل معاملاتی که تو از طریق ماستر کارت و ویزا کارت انجام میدی 1% فایده به جیب 2 تا مؤسسه مالی ربوی غربی میرود. به همین خاطر انسان خواسته و ناخواسته آغشته شده به این مشکل. بعد وقتی که به این گفتن که شیخنا آیا ما در این زمان هستیم که ایمان رو در دست نگه داشتن مانند این است که آتش گداخته رو در دستت نگه داری؟ گفت شما کجای کارید؟ این زمان گذشت. الان ما در زمانی هستیم که مرد از خانهش خارج میشه مؤمن، برمیگرده کافر. بلند میشه مؤمن، ظهر میشه کافر. ظهر مؤمن از شب میشه کافر. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه روایت میفرمایند یبیع دینه بعرض من الدنیا. دینش رو در مقابل بهای اندک دنیا میفروشه. ما در اون زمان قرار داریم. اون زمان گذشت که ایمان رو نگه داشتن مانند نگه داشتن آتش در کف دست بود. الله سبحانه و تعالی ما رو از فتنه های آخر الزمان نگه داره. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 45 با میگه واستعینوا بالصبر والصلاة. و این در زمان فتنه ها بزرگترین وسیله است که انسان رو از وقوع و از افتادن در فتنه ها نگه داره. صبر کردن در مقابل شهوات، صبر کردن در مقابل ملذات دنیا. الان میری در یک بانک حساب باز میکنی، 3 روز بعد برات کردیت کارت میفرسته در خونت، نمیدونم 10,000 20,000 میتونی که کردیت بگیری از بانک. صبر کردن در مقابل این ایمان میخواد. و چه بسیارن کسایی که کمی مشکلات که گرفتار شدن میرن و مجبوریم دیگه بریم از اون کردیت بگیریم، بعد نمیتونن پرداخت بکنن، 10%، 15%، 5%، بلاو 1% سود میاد سرش، تا میخواد که این سود رو با اصل پول بپردازه یک مشکل دیگری پیش میاد، مجبور میشه دیگه قرض بگیره، دیگه غرق شد رفت. و امام مالک رحمت الله علیه امروز یک مطلبی رو یکی از دوستان برای من فرستاد، خواست که این رو براش ترجمه بکنم. من خدمت شما عزیزان این رو نشون بدم. امام مالک رحمت الله علیه میفرماید اینی تصفحت کتاب الله و سنت نبیه. من گشتم سنت پیامبر رو و کتاب الله رو. فلم ارى شیئا اشر من الربا. شرورتر از ربا هیچ چیزی را ندیدم. لأن الله اذن فیه بالحرب. که الله سبحانه و تعالی کسی که رباخوار است با اونها اعلان جنگ میکنه. یه ترجمه دقیق این روایت امام مالک چی است که من اینو ترجمه کردم برای این دوستمون. من کتاب الله و سنت پیامبرش را بررسی کردم
و هیچ چیزی را شرورتر و زیانبارتر از ربا نیافتم، چرا که الله متعال با رباخواران اعلان جنگ فرموده است. و امروز متاسفانه به شکلی از اشکال ما مسلمان ها آغشته شدیم، چه خواسته چه نخواسته، و این از جمله فتنه های آخر الزمان است که الله سبحانه و تعالی همه ما رو از شر این فتنه ها نجات بدهد. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. امیدوارم که خوب باشید. سلامت باشید، بفرمایید. دو تا سوال داشتم. بفرمایید. اگه اجازه. اولین سوالم این است که یک دختر از طرف مجازی با یک بچه آشنا میشه، باز پیش فامیلش میره، مثلا به خاطر خواستگاری میگه که نامزد شوم کتش بشناسمش، باز کتش میخواست مثلا مقصدش به خاطر نامزدی است، مگم پدرش او را نامزد نمیکنه، مثلا نکاح میکنه کت و بچه پدرش. درست. مگم دختر میگه من کتش نامزد میشم، اما تو بعد از یک سال بچه رو میشناسه، خوشش نمیه، مثلا اخلاقش، مثلا اون دعوا میزنه پدر مادرش گفت این رقم، باز خوش نمیه که من جدا میشم، باز بچه میگه تو کت من نکاح کردی جدا شده نمیتونی تا که من خط تو را ندونم. سوال یک سوال این بود، یعنی چی میشه مثلا حالی از باید خط بگیره یا نکاح نشده رقم؟ یعنی در حضور دو شاهد با تعیین یک مهریه‌ای آیا نکاح کردن یا نه فقط همینطوری با هم دیگه دوست بودن، آشنا بودن، صحبت میکردن؟ بله، شاهد این رقم شاهد مثلا پدرش گفته من دختر من چیز کردم نکاح کردم این رقم. خب پس این نکاح شده. آیا در مقابل وقتی ولیش یعنی پدرش اجازه داده و همچنین شاهدم بوده کسی و مهری هم تعیین؟ از اون طرف دو تا شاهد هم از این طرف. پس این نکاح شده. در این صورت مگم دختر ترکیه است، مثلا بچه افغانستان، یعنی در تو کشور هستن، دختر میخواست کتش نامزد شوه، یعنی در پدرش گفته من نامزد میشم، مگم پدرش رو نکاح کرده، مگم این میشه؟ خب مگر در لحظه ای که این دوتا با هم در حضور شاهدین صحبت میکردن، در اون زمان دختر نگفته که نه من نمیخوام با این نکاح بکنم؟ مگر ازش نپرسید؟ از دختر پرسان نکردن، یعنی وکیلش پدرش بوده. آیا دختر پدرش رو وکیل تعیین کرده؟ بله. پس در این صورت نکاح شده. نکاح شده؟ بله. در این صورت نکاح. ببینید خواهر گرامی، وقتی که شما مثلا الان میرید یک وکیل میگیرید، درست؟ بله. وکیل میگیرید که این وکیل بره برای شما تجارت بکنه، خانه بخره، ماشین بخره. اگر وکیلتون رفت یک خانه ای رو به نام شما خرید، آیا مسئولیت قانونی این خانه به گردن شما هست یا نیست؟ بله است. مگم درست میراست. دقیق. پس در قضیه با خاطر جدا شدن. بله. الان بعضی از مردا از این قضیه سوء استفاده میکنن. الان بعد از مدتی اینا با همدیگه صحبت کردن، دیدن که اخلاقشون، رفتارشون با همدیگه جور در نمیاد، میخوان از همدیگر جدا شوند. بعضی از مردا چیکار میکنن؟ سوء استفاده میکنن. نه من طلاق نمیدم، تا من طلاق ندم تو نمیتوانی ازدواج بکنی. اولا غلط کرده، اشتباه کرده یک مردی همچین کاری رو بکنه. مادامی که همبستر نشدن، نکاح نکردند، عروسی نکردن، اینا میتونن از هم جدا بشن. و دختر اگر مهریه‌ای داده باشه، اگر مثلا این مرد $1000 $2000 مهر داده، درست؟ مهرش رو بهش برگردانه. نه اگر نداده باشه که هیچی، اگر نداده باشه هیچی. برن در مثلا در اروپا اگر زندگی میکنن، در ترکیه، در تقریبا ترکیه هم قوانین اروپا رو داره، بره در یک محکمه‌ای، اگر که طرف اصرار میکنه که نه، بره در یک محکمه یک وکیلی بگیره و از طریق محکمه درخواست طلاق رو یا خلع رو بفرسته و طرف
مدت 1 ماه 2 ماه صبر میکنن. اگر جوابی از طرف نیامد محکمه به اصطلاح امر صادر میکنه که این طلاق واقع شده. در کشور اسلامی که باشه در محکمه شرعی میرن، پیش یک ملای میرن، این طرف همینطور نکاحی صورت گرفته بود، الان ما میخوایم از هم جدا بشیم، مهری هم نداده که من به او برگردانم، محکمه شرعی حکم طلاقش رو صادر میکنه و این حق زن است و هیچ مردی حق نداره که یک زنی رو مجبور بکنه چون که تو نکاح من شدی خلاص تو باید با من حتما باید زندگی بکنی. نه، زن حق داره که این نکاح رو فسخ بکنه. مگم هر دویشان دو کشور هستن، یکیش گفتم افغانستان و یکیش دور است، یعنی ولو هر جایی که باشه، ولو هر جایی که باشه، هر جایی که باشه میتوانن جدا بشن. یک سوال دیگه هم داشتم، مثلا یک نفر 35 سال پیش یک نفر 40 ساله که یک دختر 10 ساله ازدواج میکنه، این دختر هم پدر نداره، چند مدت بعد اولاددار میشن، بعد از شوهر دختر شوی دختر که تو خوشیش کارهای نامشروع انجام میدن. درست. زنش که چشای خودش میبینه ده هیچ کس گفتن نمیتونن، از پس بعد از مدت ها خارج رفتن، در اولاددار میشن، در خارج از ملاها میشنوه که این کارا گناه داره و حرام بوده. این گفارش نیست از شوهرش دور شد، مثل تو بیگانه شدن. خانومش گپای شوهرش گوش نمیکنه، میخواید جدا شده، مگه اولادای خود دارن، به خاطر اولادای جدا شده نمیتونه. شوهرش میگه گپای ما گوش نمیکنی، حق ما حلال نمیکنم، به خاطر که پیش من نمیایی گپا، مثلا پیش من نمیایی گپای من گوش نمیگه، شوهرت اصلا میگه آدیا مگم این شوهر سری زنش حق داره یا نیست؟ ببینید این قضیه کسی که با مادر همسرش زنا کرده باشه مسئله ای است که در بین علما مسئله حرمت و عدم حرمت مطرح است. یعنی خیلی از علما مانند علمای مذهب حنبلی در کتاب المغنی ذکر میکنه که خیلی از علما مانند حسن، قتاده، سعید بن مسیب، سلیمان بن یسار و سالم بن عبدالله، مجاهد، عطا، ابراهیم، عامر، حتی امام ابو حنیفه، امام یوسف، امام محمد، امام ثوری، امام اوزاعی میگویند که عده‌ای از علما میگن که به مجرد این که با مادر همسرش زنا کرد همسرش حرام میشود بر او، یعنی کلا نکاحشان ازدواجشان فسخ میشود. و بعضی دیگری از این علما میگن که نه، فسخ نمی شود، اما مرتکب یک گناه کبیره شده است که باید حد بر او جاری شود. یعنی این مرد باید در طبق قانون اسلام باید سنگسار شود، چون یک مردی که حنفی باشه و شافعی باشه، هر چی که باشه، یعنی طبق قانون اسلام باید این مرد سنگسار بشه یا محکمه شرعی بدترین نوع تعزیر رو بر این اجرا بکنه. و این حق زن است، و این حق زن است که در صورتی که شوهرش مرتکب همچین گناهی شده از او طلاق بگیرد، از او جدا شود، او را ترک بکند و هیچ گناهی هم بر او مترتب نمی شود. یعنی چطور یعنی همونطوری که یک مرد یک احساساتی دارد، غیرتی دارد، همین غیرت و احساسات در یک زن هم هست. و بعضی متاسفانه در کشورهای ما مرد می رود هر فتنه و فسادی رو می کند، کسی او را بازخواست نمی کند. اگر زن کوچکترین اشتباهی انجام داد، تو اگر این کارو نکنی من از تو راضی نیستم، خب برو به جهنمی جسن راضی نباش. یعنی مثلا حالی جدا شده نمیتونن چون بچه خورد دارن، نفر میگه اگه جدا نمیشه مثل زن شوهر رفتار کن. نه، این برمیگرده به تصمیم خود زن، هر طوری که دوست داره، میخواد جدا بشه، میخواد جدا نشه، هر طوری که خودش حق داره تصمیم بگیره. یعنی گناه نیست نی؟ نه ابدا. با این گناهی که طرف مرتکب شده نه اصلا. تشکر خیلی زیاد. سلامت باشید، خدا نگهدارش. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. صدا شما هست؟ سلامت باشید برادر عزیز، الله متعال حفظتون کنه.
ما در فدراسیون روسیه قرار داریم. بله. بر بحث خانه است. در صورتی که طرف پول خانه را برقرار نمیکند، ما میتونیم که با سود محکمه‌های غیر اسلامی سودهای مراجعت کنیم. در ایمان ما مسئله همین مسئله کفر شک است که در ایمان ما هست یا نیست. در این مورد صحبت میکنم انشالله. در این مورد صحبت میکنم چون مشکل خیلی خواستیم خریداری کنیم و خانه حجت‌های خانه و قلبکی هستند. ما فریب کردم و فروشنده ما را فریب کرده است. پول ما را یک قسم پول ما عهد کردیم، شرطنامه گراو بستیم، یک قسم پول ما را به گراو گرفت. در این حالت ما بعد تحقیق کردن فهمیدیم که برای خانه وای داره، زمینی وای خانه در اونجا ساختمان خانه ممکن نیست. در همین حالت وای پول ما را نمیخواد بگیره. ما تونیم به سود مراجعه کنیم برای برقرار کردن این مبلغ. باشه چشم، در این مورد صحبت میکنم. سوال دیگری هم دارید؟ یک سوال دیگر داریم. ممکن است؟ بفرمایید. در همینجا یک نمود کمک است از طرف همین دولت کمک میکنم. فقط همین کمک به خاطر کسانی که زیاد فرزند زیاد دارن کمک پولی میدن برای گرفتن خانه. بله. تنها به همین راهی به دست آوردن همین مبلغ ما فقط از بانک وای میگیرید، قرض میگیرید، از بانک قرض میگیرید. پس از گرفتن قرض از بانک و بانک های ریبوی ریبا هستند. همه اینها یگان بانک نیست است که ریبوی نباشند، همه بانک های ریبوی هستند. بعد از گرفتن مثلا $5,000 یاردم میکند، کمک میکند، $5,000 ما از بانک میگیریم. دولت همه پول بانک مدکم میکنه، اما در همین مدت یک ماه همه وای دوام میکنه، مدت همه حجت گذاری همه دوام میکنه. یگان قسم وای میسپریم به خاطر ای بانک ما پول گرفتگیم. بعدی در مدت یک ماه دولت این پول محکم میکنه، از حساب خودش همین قرض ما را محکم میکنه. این پول فراموی ما در نمیتیه، در دست ما نمیتیه. فقط در حالت ما دسترس کرده میتونه که ما از بانک کردیت میگیریم، قرض میگیریم، ایپاتیکا میگیریم. همین قرض ما را دولت محکم میکنه. همین ممکن است یا نه؟ ما شرطنامه میبندیم، شرطنامه ریبوی با بانک میبندیم، این پول ما میگیریم. بعد گرفتن شرطنامه را ما به دولت پیشنهاد میکنیم، مخصوص و خیریه هست که ما پیشنهاد میکنیم که ما از بانک همین قدر بانک قرض ریبوی داریم. بعد همون شرطنامه ما رو دیدن، همون $5,000 محکم میکنه. اجازت هست گرفتن. یعنی $5,000 رو به بانک دولت میدهد بدون اینکه سودی مترتب شود بر این قضیه، درست است؟ اول ما $5,000 از بانک میگیریم با مقصد خریداری نمودن خانه. درست. وقتی ما گرفتیم بانک بین ما و بین بانک شرطنامه میشود، عهد ریبوی دوجا و جدول ترتیب میدهد. هر ماه ماهانش معین است که شما چند قدر ریبا از $5,000 مثلا $1,000 ریبا میسپرید در مدت 10 سال یا در مدت 5 سال یا در مدت چند قدر مهلتش معین میکند. ما همین شرطنامه عهد ریبوی که با بانک بستیم همین ما پیشنهاد میکنیم با شرکت خیریه. شرکت خیریه وقتی که همین شرطنامه ما را میبینه، در اساس همین شرطنامه خیریه ما از ما طلب میکنه که شما همون حجت‌های فرزنداتون رو پیشنهاد کنید. اگر شما بسیار فرزند باشید، زیاده از 3 فرزند داشته باشید، همون شرکت خیریه پول همون وای ما را محکم میکنه، همون $5,000 محکم میکنه. تا مدتی محکم کردن بین ما و بین بانک عهد است. ما همون در مدت $5,000 ماهانه مثلا $100 $200 هر ماه ما باید پرداخت کنیم. در همین $100 پرداخت میکنیم، مثلا همین $100 $40 یا که $30 ریبا است. ما یک ماه میسپریم ریبا. متوجه شدم. ریبا میسپریم. متوجه شدم. از اون بانک در شرکت خیریه پول را محکم میکنه. درست، متوجه شدم. چشم، در این موردم صحبت میکنم. سلامت باشید. زنده باشید. سلامت باشید.
ببینید برادر عزیز، کسی که معامله ربوی بکنه، الله سبحانه و تعالی گیرنده و کسی که داده و کسی که نوشته و همه رو لعن کرده است. ربا چه $1 باشد، چه $10 باشد، چه $100,000 باشد، رباست. من در یکی از برنامه مثال آوردم، گفتم مثلا یک سطل آبی است، داخلش 100 لیتر آب باشه، 50 لیتر آب باشه، یک قطره ادرار در داخلش بیفته، آیا شما حاضر هستی که از او بنوشی؟ طبعا هیچ انسان سالمی دلش نمیکشه که بخوره، ولو اینکه تو بگی که از نگاه شرعی هم یعنی نجس نیستین و آب زیاد است و فلان است این است، اما هیچ انسان عاقلی نمیخوره. $1 هم حرام است، 100,000 هم حرام است، میلیون هم حرام است. این یک معامله ربوی است. از این دوری بکنید. باور کنید الله سبحانه و تعالی برکت به شما و به زندگی شما عطا میکند. برمیگردیم به سوال اولتون. سوال اول شما یک مقداری جنجالی است. ببینید، یک مسلمانی که در یک کشور اسلامی زندگی بکنه و برای خاطر تحکیم یا اصدار حکم قضایی در یک معامله‌ای به محکمه کفری مراجعت بکنه، این انسان مرتکب کفر می شود. این کفر است. کسی مثلا به خاطر، به طور مثال در قانون اسلامی قضیه تقسیم میراث بر اساس چی است؟ یک پسر 2 برابر دختر ارث میگیره و تقسیم بندی که در میراث شده است. اما در قانون مدنی چی است؟ به زن نصف میراث مرد رو میدن و تقسیم بندی که در قانون مدنی است که مخالف، 100% مخالف با قانون شرعی است. الان یک مردی یا یک زنی به خاطر اینکه مبلغ بیشتری از میراث رو به دست بیاره، بره در یک کشور اسلامی زندگی میکنه، اما برای اصدار حکم محکمه مدنی یا قانون مدنی یا قانون غیر اسلامی یا محکمه غیر شرعی به این محکمه مراجعه بکنه و به خاطر اینکه مال و منال دنیا رو به دست بیاره و حکم اونها رو برتر از حکم الله و رسول بدانه، در کفر این انسان شک نیست. کسی که مجرد اعتقاد این رو داشته باشه که قانون مدنی بهتر از قانون اسلام است، این انسان کافر میشه. این کفر اکبر است. اما گاهی اوقات بعضی از مسائلی است که طرف در یک کشور کفری زندگی میکنه. یکی آمده مثلا این لیوان این شخص رو دزدیده. این طرف الان چی کار بکنه؟ در اونجا محکمه شرعی نیست که بر اساس حکم الله و رسولش حکم صادر بکنه و این مالش هم از دست داده. الان این میخواد برای استرداد حقش شکایت بکنه. چی کار باید بکنه؟ ما بگیم نه تو خونه بشین بگو که خلاص چون محکمه کفری است دیگه نمیخوام اینجا این تحکم الی طاغوت میشه؟ نه، این ببینید کسایی که این رو اینطوری برداشت میکنن از فقه اسلام و از دین اسلام اطلاع ندارن. فقه اسلامی یک فقه پویاست، یعنی به این نیست که خلاص تو برو در گوشه خانه بشین، هر مال و داراییت رو کفار بدزدن، تو نه محکمه نه به پلیس شکایت بکن نه به محکمه نشید، به خاطر اینکه تحکم الی طاغوت میشه. تحکم الی طاغوت وقتی میشه که تو شریعت کفری رو برتر از شریعت اسلامی بدانی، اولا. ثانیاً به خاطر مصلحت دنیا و فایده دنیایی حکم محکمه مدنی و غیر شرعی رو بر محکمه اسلامی و شرعی ترجیح بدهی، در این صورت انسان از دایره کفر خارج میشه و اینم درجات داره. اما به خاطر اینکه یک حق از دست رفته خودش رو به دست بیاره و مجبور از هیچ راه و چاره دیگری نداره، در اون صورت میتونه که به پلیس، به محکمه، به دادستانی کشور کفری مراجعه بکنه به خاطر استرداد حق خودش، نه کمتر نه بیشتر. مثلا اگر امین محکمه حکم صادر کرد که آقا این طرف این لیوانی رو که از شما دزدیده به شما برگردانه، در ضمن به شما مثلا ماهانه تا 10 ماه $1000 هم بده، هر ماه $1000 بده،
بگید این حکمش رو قبول نمی کنم، من خلاص این حقم که بهم رسیده تمام کافی است. چون این بیشتر از اینش یعنی از نگاه شرعی جایز نیست و این پولی که از این طرف دولت بگیره به شما بده، چون یک حکم شرعی نیست، شما این پول رو نباید بگیرید. اینو بگید نه اینشو من کار ندارم، اما این حقم به من رسیده و سلام، به بقیش کار ندارم. و این تحکم الی طاغوت نمیشه. بعضیا متاسفانه فرق بین این دو موضوع رو نمی کنن. الله المستعان. سوال دیگری که دوست عزیزمون داشتن در مورد ربا بود که بله اونو پاسخ دادیم. ربا چه کمش چه بیشش ربا هست و جایز نیست که انسان از بانک ربا بگیره. بیننده گرامی سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. الو. بله بفرمایید. سلام حسن باشید استاد. صدا میاد؟ بله بفرمایید. ببخشید استاد، یک شخصی که در دایره اسلام زندگی میکنه، تمام قوانین اسلام مثلا رعایت میکنه، نمازشو میخونه، روزه میگیره، روزه حج میره، مثلا همه کار میکنه، خب ولی هم تو دلش اصلا فکر میکنه اینا چیه مثلا، یا مثلا بعضی وقتا این شک نمیشه، یا فکر میکنه این کاراش حلقیه، مثلا اینا رو کی حساب میکنه، چجوریه اینا، آیا شک میشه این؟ متوجه نشدم چی کار الکی حساب بکنه، یک بار دیگه لطف کنید. بله دوباره میپرسم. ببینید یک فردی هست، خب نمازشو میخونه، روزه میگیره، خب بله خب ببینید همه کارهای اسلامی رو میکنه، خب بله مثلا گناه نمیکنه، بعد شوی، اما بعض وقتا فکر میکنه که مثلا انسان چرا آفریده شده، کیه، چرا مثلا خدای هست نیست، مثلا اینا رو فکر کنه شرک میشه یا نه، مثلا تو دلش شیطان وسوسه میکنه دیگه، بالاخره آدم انسان دیگه. نه، انسانی که طبیعتا این جنسانی از این وسوسه ها به دور نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان مانند خون در رگ‌های فرزندان آدم در حرکت است. گاهی اوقات شما رو در مسئله پروردگار به شک میندازه، گاهی اوقات در مسئله پیامبر به شک میندازه. بله همون لحظه فکرش میاد مثلا نکنه دنیاهای دیگه هم باشه، یا مثلا دقیقاً خدای دیگه هم دقیقاً حلقی باشه، دقیقاً هر موقعی که شک میکنه، خب بله هر موقعی که همچین شک و شبهاتی در ذهنش ایجاد میشه، استغفار بکنه. استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القیوم. این دعا رو همیشه بخونه، طلب استغفار بکنه و یا استغفر الله العظیم و اتوب الیه، طلب استغفار بکنه و انسان به خاطر افکارش هیچ وقت گناهکار نمیشه تا اینکه گناه رو نکنه. اصل اعتقاد اهل سنت و جماعت بر این است، تا انسان مرتکب یک گناهی نشه الله سبحانه و تعالی ما رو چیز نمیکنه. من خدمتون بیان بکنم آخرین آیه سوره بقره. ما 2 آیه آخر سوره بقره رو مکلف هستیم که همیشه این رو در وقت خواب بخوانیم، بعد از به اصطلاح نماز بخوانیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید کردن. آیه اخیر الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله سبحانه و تعالی هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمیدهد. یعنی چی؟ یعنی الله هست تو نمیخواد که 100,000 رکعت نماز بخوانی، 1000 رکعت بخوانی، 100 رکعت بخوانی. الله میگه در شب چقدر که میتوانی بخوان، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، چقدر که میتوانی بخوان. درست؟ لها ما کسبت، آنچه که از اعمال بد به دست آورده به زیان اوست. اعمال بدی رو که انجام میبخشید، لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت، یعنی اگر عمل بدی رو انجام داده براش حساب میشه. و علیها ما اکتسبت، و عمل بدی رو که انجام نداده برای او حساب نمیشه. یعنی چی؟ قبل از نزول این آیه به مجردی که شما فکر زنا رو میکردی برات زنا حساب میشد،
فکر دزدی رو میکردی برای دزدی حساب میشد. الله سبحانه و تعالی این آیه رو فرستاد که بعد از اون شما یک عمل بد رو تا که انجام ندی بر علیه شما حساب نمیشه. متوجه هستی؟ یعنی فکر کردن انسان گناهکار نمیشه، گرچه انسان باید فکرهای خوب بکنه، اما تا وقتی که عمل نکرده انسان مؤاخذه نمیشه. بعد از اون میگه که بله من همیشه از این میترسیدم استاد، من فقط همیشه از همین افکارم میترسیدم. خب این که مثلا طبیعیه دیگه، انسان هست بالاخره هر فکری میکنه، مثلا به خودش میکنه چرا همونایی که الان بهتون گفتم. با گفتن حرفای شما دیگه خیلی راحت شد. تشکر شد. زنده باشید، سلامت باشید، الله متعال کنه. و در ادامه آیه الله سبحانه و تعالی به ما چی میگه؟ ربنا لا تؤاخذنا. یک دعایی است که الله متعال به ما یاد میده که این دعا رو بکنیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. بار الله ما را مورد بازخواست قرار نده اگر فراموش کردیم، اگر اشتباه کردیم. همین فکری که میکنه انسان اشتباه است، فکر اشتباه است. ما رو مؤاخذه نکن که اگر فراموش کردیم، اگر اشتباه کردیم. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. بار الله بر ما بار سنگین تکلیف رو بر ما نگذار مانند اقوام گذشته که بر آنها گذاشته بودی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. پروردگارا چیزی که ما قدرت و استطاعتش رو نداریم ما رو به آن مکلف نکن. واعف عنا، ما را ببخش. واغفر لنا، مغفرت بکن. وارحمنا، بر ما رحم بکن. انت مولانا، تو مولای مایی. فانصرنا علی القوم الکافرین، ما را بر قوم کافران پیروز بگردان. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی، صحبت خوبه؟ سلام خوبه؟ زنده باشید، سلامت باشید برادر عزیز. میخواستم یک تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون که لذت میبریم. سلامت باشید، الله متعال کنه شما رو. بارک الله فیکم. و استاد جان بخشش و عذر زیاد و بعضی حقایق هست که باید گفته شود. چگونه که الله متعال در قرآن میفرماید ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. بله. باید که نصیحت کرده شود. هر یک مسلمان باید برادر خودش را نصیحت کنه. درست. نسبتی نفرت صاحب استاد جان. بله. شما یک انصافی کرده نسبت ایشان. ان الله یحب المقسطین. الله انصافکاران را دوست می‌داره. یا اگر من خطای اشتباه باشم عذر. بفرمایید. که شما گفتید که ایشان قومگرا هستند. سبحان الله. باور کنید من باوری کامل دارم که هرگز یک ذره هم نگفتم قومگرا هستن، گفتم این سخنانی که میزنند از این سخنان بوی قومگرایی میاد. ببینید یکی قومگرا بودن است، مثلا من هستم یک انسان نجات پرست قومگرا، درست؟ این مسئله است، این جدا مسئله است. اما این که من صحبتی بکنم که در این صحبت بوی از قومگرایی باشد، این چیز دیگری است. شما هم یک کمی انصاف بکنید. استاد جان در بالای همون ویدیویی که شما ماندید نوشته که ملاهای قومگرا، من نمیدونم او را کی نویست. ببینید درست بله عنوان. ببینید شما گاهی اوقات شما بر اساس عنوان حکم نکنید. من مثلا صحبتی که در مورد صاحبی صاحب شده، مخاطب صاحبی صاحب و تمام کسانی است که بر این طبل میکوبند، یعنی جناب مولانا صدیقی، جناب صاحبی و خیلی دیگری از عزیزان دعوتگری هستند که متاسفانه ما در یک جوی قرار گرفتیم مدتی شده که چون جو عمومی در سوشال میدیا جو ضد عربی است، درست؟
ما فارس هستیم، ما تاجیک هستیم، ما خراسانی هستیم، عرب‌های اینطوری، عرب‌های اونطوری. اینا هم وقتی که در این مورد صحبت میکنن شما ببینید که این کلیپ هایشان چقدر از طرف دشمنان اسلام بیننده پیدا میکند. بله یک مولای واقعا حرف راست را گفت، پیدا شد که این عرب ها رو این و آن گفته است. ما باید مثلا به طور مثال یک تاجیکی آمد یک اشتباهی کرد، مثلا امیر رحمانوف، درست؟ چقدر جنایت ها انجام داد. من بیام بگم که این ملت تاجیکی که فلان 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 کردن، آیا این از این گپ من بوی قومگرایی میآید یا نمیآید؟ بله میآید. هدف من همین است. یعنی من اگر رحمانوف و دار و دستش یک عمل خلاف اخلاقی انجام دادن، نباید که کل ملت تاجیکستان رو بگم که تاجیک های اینطور شده، تاجیک های اونطور شده. این اشتباه هست، درست است یا نه؟ بله زنده باشید برادر است. و بالعکس یعنی میخواستم با یک چیز دیگه هم بسن فرستم. بفرمایید. یک ایرانیه که هر بار زنگ میزند باور کنید یک بار میگه که من سکولار هستم و یک بار دیگه میگه که من پیش از مسلمان بودنم ایرانی هستم. اگر به یاد داشته باشید بحث های طولانی میکنه با ایشون. درست. ایشون یک مسخره هست. عذر میخوام از این واژه، یک انسانی مسخره هست. درست. ببینید همین که شما متوجه شدید که اون مسخره هست به خاطر همین بحث‌های طولانی بوده. اگر این بحث‌های طولانی نبود شما چطور متوجه می‌شدید که مسخره است؟ استاد جان من هدفم چیست؟ در لایف های استاد خوشی وارد میشه و در اونجا فحش داد، گفت که خالد ابن ولید یک جنایتکار است، اون نافق هم هست. من میخواستم بگویم که به این طایفه انسان ها بسیار وقت ندهید. تو چشم، حتما انشالله. تشکر برادر. سلامت. زنده باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. ببینید گاهی بعضی از برادران آمدن چی گفتن؟ شما ای کاش در مورد نصرتی صاحب صحبت کردید، کاش که این رو پنهانی به اونها میگفتید و فلان میکنید. حقیقتش من خیلی جستجو کردم شماره تلفنشون رو پیدا بکنم، پیدا نکردم و الا پیام میدادم بهشون. در مورد مولانا صدیقی که من صحبت کردم وقتی که از سپاه پاسداران و از رئیسی تعریف کرده بودن، الله متعال شاهد است که من پیام دادم بهش. یعنی شما فکر نکنید که من همینطوری فقط دوست دارم که بیام کسی هر کس هر چیزی گفت در موردش بیام صحبت بکنم. نه، کسی رو که بتونم شمارش رو پیدا بکنم من شمارش رو دوستان عزیز یک اسکرین شات بگیرم برای شما نشون میدم انشالله. این رو من به ایشان پیام دادم قبل از اینکه در مورد صحبت‌های اینا صحبت بکنم. بعضی از دوستان چی میگن؟ جناب استاد چرا همین صحبت‌ها رو پنهانی بین خودتان حل نمی‌کنین؟ من نمیدونم عقل منطق کجا هست. یعنی طرف آمده در سوشال میدیا یک حرف غلطی رو زده، من برم در پنهانی بهش بگم که تو چرا این حرف غلط رو زدی؟ نه خیر، حرف غلط رو که در سوشال میدیا زد باید جوابش در سوشال میدیا داده بشه. چرا؟ چون این کلیپ رو هزاران نفر دیدن، باید جوابش هم هزاران نفر ببینن. ما اگر بریم در پنهانی او رو نصیحت بکنیم، به یک شرط صحبت نمی کنیم که ایشان بیاد بعد از اینکه نصیحت شد کلیپ خودش رو حذف بکنه از سوشال میدیا، یا بگه کلیپ دیگری پخش بکنه، بگه که من اشتباه کردم، از حرفایی که زدم برگشتم و دیگه تکرار نمی کنم. اما وقتی که این کار رو نکنه، در اون صورت ما وظیفه شرعی ماست که چیکار بکنیم؟ ما بیاییم اونها رو در ملأ عام در برنامه زنده اشتباهاتشون رو بیان بکنیم. دوستان عزیز این صفحه رو اگر نشون بدید، دقیقاً وقتی که ایشون این کلیپ رو پخش کرد به عنوان اسرائیل، نامش را که میشنود پایش به لرزه میآید، در همین کلیپ رو لینکش رو براشون فرستادم و پیام صوتی برای ایشان فرستادم و 10 روز کامل صبر کردیم که ایشان جواب بدن، اما جواب ندادن و پیام صوتی خودم رو من برای شما در اینجا میگذارم. گوش کنید. جناب حضرت مولانا، من یعنی تقریبا تا دوران لیسر من در ایران درس خواندم
و در ایران بزرگ شدم. یعنی 3 سال بودیم که ما مهاجر شدیم به ایران به خاطر قاضی قبلگاه که وظیفه رسمی داشتیم. الله سبحانه و تعالی عزتون بکنه. زنده و سلامت باشید. بارک الله فیکم. شیخنا الحبیب، یک کلیپی از شما نشر شده، بعضی از دوستا برای من فرستادن، گفتن نظرتان در مورد صحبت‌های مولانا چی است؟ گرچه من با شما نزدیک آشنایی ندارم، منتها جناب خواجزاده صاحب دوستا ذکر خیر شما را کردن و شمارتان هم از اونها گرفتم خواستم. و در پیام بعدی یا تیم ها سبب شد که الان شهر رفح را به خاک خون میکشن و دنیا همه ساکت می نشینن و هیچ کس هم عکس العملی نشان نمیدن. قسمت صحبت های شما که کشورهای اسلامی کاری نکردن و نمی کنن یک چیز واضح و آشکار است. و اکثر کشورهای اسلامی میبینین یک تاریخ چند دهه گذشته اینا رو مطالعه بکنین، همه اینا نوکرای استعمار هستن که بعد از بر صورت من در 2 تا کلیپی که جمعاً 10 دقیقه میشه به جناب مولانا صدیقی در کابل پیام فرستادم و به ایشان اشتباهاتی که در این کلیپشان بود رو گوشزد کردم و از ایشان خواستم که یا این کلیپ رو حذف بکنید یا توضیح بدید، بیشتر مردم رو گمراه نکنید. 10 روز کامل صبر کردیم، ایشان پاسخ ندادن. بعد از 10 روز رد صحبت‌های ایشان را در یکی از برنامه بیان کردیم. بعضیا فکر میکنن که نه این خط قرمز است، طرف ملا شد، مولانا شد، مولوی شد، عالم دین شد، حق نداری تو بگی بالای چشم تبروز. نه دوستان عزیز، کی گفته؟ همچین اعتقادی ما نداریم در اسلام. هر کس اشتباه کرده، امروز اگر منم اشتباهی کردم در اینجا، تک تک شما حق دارید زنگ بزنید بگید آقا در فلان جا بسیم برادر گفت شما در اینجا فلان اشتباهی رو کردید، توضیح دادم بهش. نه، هدف من این نیست. و اگر من به اعتقاد داشتم که آقای صاحبی یک انسان قومگراست، به بدترین شکل من پاسخ میدادم. اما نه، من اعتقاد ندارم که آقای نصرت صاحبی بلکه یک دعوتگر موفقی است. الله سبحانه و تعالی بهشون خیر و برکت نصیب بکنه، طول عمر نصیب بکنه، علم نصیب بکنه. اما صحبت‌هاشون صحبت‌هایی بود که یعنی واقعا یک دعوتگر مثل ایشان نباید این گونه 2 پهلو صحبت بکنه. عرب‌های فلان فلان شده. خب تو داری یک قومی رو داری هدف قرار میدی و از این طرز بیان بوی قومگرایی میاد. انسان نباید اینطوری باشه. نه، بگو که مثلا من در همون صحبت گفتم ایشون مثلا همین الان در دانشگاهی که در اونجا داره درس میخوانه از پول عربستان سعودی تمویل میشه. دانشگاهی که ایشان در اونجا داره ماستری درس میخوانه با پول عربستان سعودی، با پول عرب‌ها. همین عربایی که تو دانشگاه اونها داری درس میخوانی و اون دانشگاه رو دارن کمک میکنن و تو داری در اونجا درس میخوانی و اگر همین عرب‌ها نمیبودن شما میتونستی بری مثلا در دانشگاه دیگری همین درس رو بخوانی؟ عرب‌ها همه هم مثل هم نیستن. حماس هم عرب هستن، مردم فلسطین هم عرب هستن، مردم لبنان و عراق و سوریه هم عرب هستن. بله، امارات عربستان و کویت و قطر هم عرب هستن، مصر هم عرب است، سودان هم عرب است. همه اینا رو با یک عرب‌های فلان فلان شده وقتی میگی یعنی چی؟ همه اینها رو مخاطب قرار دادی. مثل که مثلا به خاطر جنایت 4 تا تاجیک من کل ملت تاجیک رو توهین بکنم، به خاطر جنایت 4 تا افغان ما کل ملت افغان، یا به خاطر 4 تا آخوند مثلا کل ملت ایران رو ما بد بگیم. این حرفی اشتباهه. بر صورت دوستان عزیز، ذکر این مسئله شد. من در اینجا صحبتی کرده بودیم در مورد قضیه هلال ماه ذوالحجه و اختلافی که در روز عید و روز عرفه در بین افغانستان و بین اعلانی که در افغانستان امارات اسلامی کرد و بین بعضی از کشورهای دیگه مانند عربستان سعودی و غیره صورت گرفت. بعضی از دوستانم برداشت‌ها و تحلیلات عجیبی داشتن از اون صحبت‌ها. اولش این که ما هیچ وقت ندای ما این نبوده که شما تابع دولت عربستان سعودی باشید. ما میگیم تابع رؤیت حرمین باشید. قبله ما در اونجاست، مکه و مدینه در اونجاست. کشورهایی که در این محدوده جغرافیایی زندگی میکنن
مادامی که در اونجا یک رصدخانه ای است که زیر نظر علماست و انسان‌هایی هستند که ثقه هستند، حالا در بعضی از مسائل سیاسی یا اعتقادی یا فقهی ما با اونها اگر اختلافی داشته باشیم، وقتی که رویت صورت میگیره در اونجا بقیه کشورها مکلف هستند که طبق حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، باید همه کشورهای اسلامی که خاصن اونایی که در این محدوده جغرافی هستن که فاصله زمانی و مکانی ندارن باید روزه بگیرن، باید افطار بکنن، باید روز عرفه و روز عید قربان اینهاشو بر اساس این تعیین بشه. یک از عزیزان و علمای بزرگوار در افغانستان ردی بر این صحبت‌های من داشتن که این رو هم من خدمت شما عزیزان در اینجا این رو پخش میکنم، با هم میبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. دوستان و برادران نهایت گرامی، دوستانی که شما همیشه مسائل اسلامی و احکامات اسلامی را، مواعظ اسلامی را از طریق فضای مجازی و حقیقی دنبال میکنید، خدمت شما به عرض برسانم که دعوتگران عزیز همیشه برای رساندن حق و حقیقت و برای موعظه و تشویق مسلمین به طرف مسائل دینی و احکامات دینی سعی و تلاش خود را میکنم. البته در این راستا لازم است که بعضی از مسائل را ما بدانیم. کلیپی در این روزها دست به دست می شود از برادر عزیز ما محمد انصاری، شخصیتی که در بین کافه اهل سنت به خصوص جوانان عزیز جایگاه خاصی دارد و همه او را ان شاء الله دوست دارند. کلیپ آنها به عنوان مسئله اختلافی که در راستای عید بود پخش شده است که آیا عید روز جمعه است یا اینکه عید به روز شنبه است. دوست و برادر عزیز ما محمد انصاری خدمت شما به عرض برسانند که همه انسان‌ها کمبودی‌های خود را، کاستی‌های خود را در زندگی دارد. تنها ذاتی که کامل است الله متعال است. همه سهو و نسیان و خطا را در زندگی خود دارند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می‌فرماید بنی آدم همه خطاکارند و بهترین خطاکاران آنها توبه کنندگان آنها هستند که توبه می‌کنند. دوست و برادر عزیز ما، در مسئله اختلافی که شما بیان فرمودید نسبت به اینکه عید در روز شنبه است یا در روز جمعه، کلماتی را که شما استفاده کردید برای بخشی عظیمی از علمای افغانستان، مسئله‌ای که اعلان امارت اسلامی اعلان مسخره است و این نسبت کردن مسخره به این گفته آنها برای شما مناسب نیست. شما بخشی از علما را تحت تاثیر خود قرار میدید و به شعور بسیاری از علمایی که آنها به این فکرن و به این ایدن که اختلاف در بحث مطالعه اعتبار دارد، به شعور آنها شما توهین میکنید و این مناسب شخصیت شما نیست. هر کس تخصصی دارد، یکی تخصص در فقه دارد، یکی در حدیث، یکی در مناظره، یکی در تفسیر. کاش میشد ما هم میدانستیم که آیا شما در همه این امور تخصص دارید، یعنی گاهی اوقات فتوا هم میدهید. مثلا در همین کلیپ خود شما میگید که شما روز عید مردم که روز اضحی است مردم رو وادار به روزه گرفتن میکنید و در روز عید روزه گرفتن نارواست. دوست و برادر عزیز، کمی به این مسائل شما دقیق تر متوجه بشوید. تنها علمای افغانستان نیست، علمای پاکستان هم این نظریه را دارند، علمای دیوان هم این نظریه را دارند که این بخش عظیمی از آنها که اختلاف مطالعه معتبر است. شما گفته های مفتی صاحب محمد تقی عثمانی را شاید شنیده باشید در زیباره. و بحث دیگه ای است که خیلی اوقات کشوری که شما در آن زندگی میکنید، حالا کشور ترکیه یا مالزی یا کشور دیگه ای که شما بودید، شما میبینید که به همراه عربستان آنها عید نمیکنند، به همراه عربستان آنها روزه نمیگیرند. چرا در آنجا در آن وقت شما این صحبت ها را نکردید؟ حالا باز نسبت های رکیک و نسبت به علما میکنید که در شأن شما نیست نسبت ها را کردن به علما. و علما زحمت میکشن، آنها هم دل از ما نمیخواد و هیچ کس عید را با سیاست خلط نمیکند. بحث سیاست نیست، بحث فکر فقهی آنهاست، برداشت فقهی آنهاست، مسئله سیاست نیست. گاهی اوقات ما به همراه عربستان عید کردیم، گاهی اوقات به همراه عربستان روزه گرفتیم و گاهی اوقات هم اختلاف در مسئله روزه گرفتن و عید کردن، چه عید قربان باشد چه عید فطر باشد فرقی نمیکند. جناب حضرت مولانا رؤوفی صاحب، اولا جزاکم الله خیر از این صحبت‌های شما، از نصیحتتان. ما علما را مسخره نگفتیم. یعنی ببینید یک مشکلی هست. من در اون برنامه‌ام صحبت کردم. یک زمانی دولت‌ها مثلا امارت اسلامی هیچ وقت از خلافت بنی امیه، از خلافت عمر بن خطاب، از خلافت ابوبکر صدیق، از خلافت عثمان ذوالنورین، از خلافت علی مرتضی، از خلافت حسن بن علی، از خلافت بنی عباس، از خلافت بنی عثمان، از حکومت سلاجقه و غزنویان و سلسله های حکومت های اسلامی که همون بهترین هاشو من برای شما ذکر کردم که در بینشان ملوکی بودن، امرایی بودن که یعنی تاریخ نویسان و سیره نویسان میگن که ما رو به یاد
مثلا خلفای راشدین مینداختن. حتی در خلافت مثلا در حکومت مغول ها در هند و افغانستان و پاکستان مثلا در مورد اورنگزیب میگن که مانند خلفای راشدین از عدالت برخوردار بود حکومتش. امارت اسلامی به گرد خلافت اموی و عباسی هم نمیرسه، اما در صدر اسلام و تا همین اواخر، یعنی تا زمانی که استعمار آمد و علما را در خدمت حکام قرار داد. علما در خدمت حکام قرار گرفتن، یعنی حکومت ها یک چیز رو میخوان، علما انجام میدن. تا قبل از اون علما تابع حکام نبودن، بلکه حکام تابع علما بودن. مثلا ما میبینیم در مجلس معاویه، در مجلس خلفای بنی امیه، حجر بن عدی، سعید بن مسیب، یعنی علما از تابعین، از علمای بزرگ می آمدن حق رو می گفتن، از کسی هم نمی ترسیدن. امام مذهب، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، به خاطر چی شلاق خورد؟ به خاطر اینکه عباسی ها می خواستن امام ابو حنیفه رو مجبور بکنن که یعنی قاضی القضات شود، یعنی چی؟ وزیر عدلیه حکومت خلافت عباسی شود. شما تصور کنید الان مثلا کل این حکومت های اسلامی که فعلا وجود دارد رو جمع بکنید، ارزششون به اندازه خاک پای اسب هایی که در راه الله سبحانه و تعالی جهاد می کردن در حکومت بنی عباس هم نمیشن، علی رغم همه بدیایی که داشتن، اشتباهات فسق و فجوری که داشتن، غیرت دینی داشتن. همچین یک حکومتی از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درخواست میکنه که تو بیا قاضی القضات شو. امام قبول نمیکنه، امر میکنن انقدر بزنیدش تا که قبول بکنن. خلیفه امر میکنه که سبحان الله، یعنی عالم دین شلاق میخورد به خاطر اینکه وظیفه قبول نمیکرد و عالم دین ما امروز ذلت و خواری رو به جان میخره تا که در حکومت وظیفه به دست بگیره. چی بود؟ در اون موقع حاکم، خلیفه، پادشاه، امپراتور مشروعیت خودش رو در اینکه عالم دین او رو تایید بکنه، مسجد او رو تایید بکنه، مدرسه او رو تایید بکنه میدید. امروز برعکس شده، مدرسه و مسجد و عالم دین مشروعیت خودش رو در تایید حکومت میبینه. جناب حضرت مولانا، مشکل ما این است که امروز ملاهای ما سیاسی شدن، درباری شدن، نه تنها در افغانستان، در کل کشور اسلامی. نظامی رو که امروز استعمار بر کشورهای اسلامی حاکم کردن که به جای اینکه عالم و مسجد و مدرسه و قرآن و سنت تقدس داشته باشد، دولت تقدس دارد، حکومت تقدس دارد. به طور مثال قرآن ما را آتیش میزنن، اسمش چی میگذارن؟ آزادی بیان. کسی هم خم به ابرو نمیاره. به پیامبر، به الله، به رسول توهین میشه، خم به ابرو نمیارن، آزادی بیان است. اما اگر به پرچم توهین شد، این خط قرمز است. به رئیس جمهور، به پادشاه توهین شد، این خط قرمز است. چون یک خدای دیگری در کنار خدا ساختن، اسمش رو گذاشتن چی؟ حکومت. و این خدا، ما اگر قرآن مقدس داریم، این قانون مقدس داره. قرآن و قانونش زیر پا بگذار، شراب بخور، زنا بکن، چاره به شرعی باش، کسی تو رو بازخواست نمیکنه. اگر قانون اساسی حکومت رو اگر کوچکترین اعتراضی کردی، کوچکترین مخالفت کردی، حکومت تو رو بازخواست میکنه. در مقابل هر مقدس دین یک مقدسی ساختن. این حکومت ها در زمان استعمار ساخته شد، نه؟ جناب حضرت مولانا، ما میگیم اولا علمای ما، دعوتگران ما نباید که درباری باشن، سیاسی باشن. چون پارسال مثلا عید رمضان گذشته افغانستان با عربستان در یک روز عید کردن. چی شد؟ یعنی بعد از رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، بعد از 3 ماه نظام کائنات تغییر کرد، گردش مهتاب و زمین تغییر کرد. افغانستان یک روز بعد از عربستان میبینه مهتاب رو. یعنی چی؟
نظام کائنات بر اساس یک نظم است جناب مولانا. یعنی الله سبحانه و تعالی اینو اینطوری الکی نیافریده که یک روز ماه اینطوری باشه، در یک کشور 27 روز باشه، در یک کشور 28 روز باشه، در یک کشور 29 روز باشه. الان بر اساس این رویت ماه شما با ماه عربستان سعودی فرق میکنه. انگار که در افغانستان یک مهتاب دیگری وجود داره و در عربستان این نظام آفرینش که اینطوری نیست. هدف ما هم تحت تاثیر قرار دادن کسی نیست. جناب حضرت مولانا ما 16 سال پیش، دقیقاً 16 سال پیش برنامه زنده به مدت 3 روز داشتیم قبل از ایام عید در تلویزیون وصال و از علمایی که چه موافق چه مخالف در قضیه اختلاف مطالع دعوت کردیم. یک بحث مفصلی در اونجا داشتیم و در اونجا هر کشوری که در راستای اختلاف مطالع بدون دلیل شرعی و فلکی سعی و تلاش میکنن را نقد کردیم. یعنی این نیست که ما امروز با امارت اسلامی خدای نکرده کدام مشکل شخصی داریم ما بخوایم که علما رو بر علیه اینها بشورانیم، مردم رو بشورانیم. نه، این یک واقعیتی است. این اعتقاد ماست و دلایل منطقی خود ما رو داریم. ثانیاً ای کاش شما اون دلایلی رو که من ذکر کردم از حداقل از مذهب حنفی در اون برنامه اونها رو هم ذکر می‌کردید. من میگم امام ابو حنیفه میگه، شما میگید مفتی تقی عثمانی میگه. یعنی چی؟ یعنی آیا مفتی تقی عثمانی حفظ الله در نزد شما بالاتر از امام ابو حنیفه رحمه الله صاحب مذهب است؟ نباید این گونه باشیم. یعنی حنفی هستی، خب تابع امام ابو حنیفه باش. اگر عثمانی هستی خب تابع ملا تقی عثمانی باش. تا حنفی تابع امام ابو حنیفه باید باشه. و این گاهی اوقات یعنی در صحبت ها انسان باید کمی دقیق باشه. یعنی ما مفتی نیستیم و هر صحبتی هم که کردیم اینجا اقوال علما رو نقل کردیم، از قرآن و سنت بیان کردیم، هیچ وقت نظر شخصی خودمان رو نگفتیم. معمول است بیکار دارن. این که شما بعض وقتا میگین که برای من گفتن که برای ما تلسکوپ بفرست، او اعتمادی به شما کردن. اگر هم این گفته ها از طرف مجموع آنها بوده باشد به شما اعتمادی کرده است. اونا به شما احترام دارند، ولی شما چرا حرفای سست و حرفای رکیک و حرفایی که فقط تنها برای جلب رضایت مردم و بعضی از بینندگان است شما این حرفا رو میبینید؟ کوشش مولانا این وارد نیت ها شدن درست نیست. شما از آیا قلب من رو پاره کردید؟ از درون من اطلاع دارید که این صحبت‌های من به خاطر جلب توجه مردم است؟ اگر ما می‌خواستیم به خاطر جلب توجه مردم صحبت بکنیم، مثل بعضیا شاید هر کلیپ ما 10,000 100,000 بیننده می‌داشت. لیکن انسان حق رو میگه و اینکه بیننده 1 نفر است یا 1,000,000 نفر است اون برای ما مهم نیست. برای جلب توجه مردم نگفتیم این رو. این اعتقاد ما بوده از 15-16 سال به این طرف، از موقعی که من برنامه تلویزیونی داشتم هر سال در ماه رمضان، چون این مشکل متاسفانه در بین کشورهای اسلامی خاصا در بین کشورهای منطقه وجود داشته، همیشه این رو در هر سال در ماه رمضان این رو بازگو کردیم. برنامه پارسال در ماه رمضان پرارسال این رو ذکر کردیم، موقعی که امارات اسلامی در این مسئله باز یک مشکلی رو ایجاد کرده بود، چون مسئله عبادت مردم است و این وظیفه ماست که بیان بکنیم، بر خاطر جلب توجه مردم نیست. در این مسائل مد نظر بگیرید. اینکه چه اندازه مردم شما رو در فیسبوک تایید میکنن و چه اندازه رد میکنن اینها ان شاء الله مهم نیست. شما شخصیتی بزرگتر از اینها هستید و الله متعال برای شما جایگاه ویژه‌ای داده است. و من خلاصه بحث نسبت به کل دعوتگران عزیز بیان گرچه من خردتر از همه آنها هستم و کوچکتر از آنها هستم، هم از نگاه سنی هم از نگاه علمی من خیلی کوچکتر از هستم که برای آنها بگم این است که به جان همدیگر نیافتیم. کوشش نکنیم که نقطه‌های ضعف علما را، نقطه‌های ضعف دعوتگران را، نقطه‌های ضعف دیگران را ما پیدا بکنیم و برای آنها گوشزد بکنیم و آن هم در فضای عمومی برای عموم انسان‌ها که اعتماد مردم نسبت به علما خراب بشه. این کار نکنیم. جزاکم الله خیر. به جای اینها ما از مردم و از جوانان به خصوص تقاضای ما باشد، خواهش ما باشد، دعوت ما برای آنها باشد که آنها به طرف نیکی ها و خوبی ها بیایند. جزاکم الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خلاصه تشکر میکنیم از جناب مولانا رؤوفی. الله سبحانه و تعالی شما را حفظ بکنه، زنده و سلامت باشید و تشکر از این صحبت هایتان. در این مورد ما قبلا هم صحبت کرده بودم، بازم صحبت میکنیم بسیار سریع و مختصر چون که وقت برنامه به پایان رسیده.
حدیثی است از عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه که میگه رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقیم الحلال ثم قال انما هو كورقه فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فاقضوا 30 ثم قال لا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا 30. روایت بخاری و مسلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن در حالی که داشتن ماه رو میدیدن، نگاه میکردن که ماه چطوری است، هلال هست نیست، بعد فرمودن که مانند یک برقی است. فلا تصوموا، روزه نگیرید تا وقتی که ببینید، و اگر که دیدید که مثلا ابر بود دیده نمیشد 30 روز کامل بکنید، 31 روز نشه، و روزه نگیرید تا وقتی که ببینید و عید نکنید تا وقتی که ببینید. حدیث ابن عباس است که رسول الله صلی الله علیه و سلم لم يرى رسول الله صلی الله علیه و سلم هلال الا برؤيته و امر الناس بالصيام برؤيته و امرهم باكمال العده شعبان 30. پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم امر کردن که با دیدن هلال روزه بگیرن، با دیدن هلال عید بکنن. خلاصه اینا روایاتی است که هر دو فریق، چه کسانی که نظرشون این است که بین کشورهای اسلامی اختلافی در عید و در رمضان نباید باشه، و بین کسانی که میگن نه، هر کشور میتونه که برای خودش عید و رمضانی داشته باشه، همه به این احادیث استدلال میکنن. اما امام نووی رحمت الله علیه در شرح صحیح مسلم، در شرح همین احادیث چی میگه؟ اتفق علما اتفاق کردن على ان الرؤية الشرعية هي الاصل في اثبات الهلال. رؤیت شرعی، دیدن، اصل است در این که ما اول ماه رو، اول رمضان رو یا عید رو تعیین بکنیم. و ان اختلاف المطالع يسبب خلافا في الصيام والفطر. اختلاف بین کشورها، یکی بگه من دیدم، یکی بگه من ندیدم، این که دیده بگه من روزه میگیرم، این که ندیده بگه نه من تا نبینم روزه نمیگیرم. اینا سبب میشه که اختلاف در بین مسلمان ها بیفته در قضیه روزه و عید. ولذلك يجب الاعتماد على رؤية منطقة واحدة او الاتفاق على مطلع واحد. میگه به خاطر همین واجب است که مسلمان ها اعتماد بکنن به رؤیت هلال در یک منطقه یا اتفاق بکنن در یک مطلع واحد. یعنی چی؟ بگن که اگر مثلا افغانستان دید خلاص همه امت اسلامی روزه بگیره، مصر دید همه امت اسلامی روزه بگیره، عربستان دید همه امت. مشکلی نیست که مسئله این نیست که ما بگیم که والله ما حکومت عربستان سعودی رو دوست داریم، به خاطر همین میگیم هر موقع که عربستان سعودی دید شما روزه بگیرید. مسئله حکومت عربستان سعودی نیست. من در برنامه‌ام ذکر کردم امروز این حکومت از فردا حکومت دیگری شاید بیاد. مسئله حرمین شریفین است، قبله ما در اونجاست، مسجد پیامبر ما در اونجاست، پیامبر ما در اونجا دفن است، مقدس‌تر از مکه و مدینه مگر ما داریم در روی زمین؟ بیایید همه دور همین مکه و مدینه جمع بشیم، مانند نماز ما رو که به طرف مکه میخوانیم بیایم رؤیت هلال رو بر اساس حرمین شریفین این رو اصل قرار بدیم. حالا شاید بگید که به کدام دلیل؟ بنا به فرموده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، و من دلایل رو برای شما بیان میکنم. مثلا شیخ ابن باز رحمت الله علیه، امام، مثلا من از علمای مختلف ذکر میکنم، بعد میام سر اقوال ائمه بزرگوار احناف. شیخ بن باز رحمت الله علیه میگه که الاصل ان تكون رؤيه الهلال في منطقه، و اصل این است که رؤیت هلال در یک منطقه کافی است. و اذا اختلف الناس في الرؤيه فالمتبع ورؤيه التي ثبتت في منطقه الاقرب والتي تعول عليها الجماعه والاصل ان يكون المطالع واحده. میگه که اما اگر کسی ندید، اصل این است که تابع باشد به نزدیکترین منطقه‌ای که دیده است. افغانستان و سعودی مگر چقدر با هم فرق دارن؟ 1.5 ساعت، یک روز 24 ساعت بعد روزه و عید ما باشد. چرا؟ میگه که والاصل ان يكون المطالع واحد، اصل این است که مطالع یکی باشد. لان ذلك اشبه بالاتفاق المسلمين على العمل ولانه يحقق الوحده والامن من الاختلاف. میگه به خاطر اینکه اتفاق بین مسلمانان در یک کار اصل است، مطلوب ای است. این به خاطر این است که وحدت و امنیت در بین مسلمانان و دوری از اختلاف رو ایجاد میکنه. ابن تیمیه رحمت الله علیه این چیزو میگه، لا یصح ان یختلف الناس فی رؤیة الهلال. صحیح نیست که هر کشور برای خودش یک اختلافی داشته باشه در رؤیت هلال. و یعتمد کل فریق علی رؤیته. هر کس بگه که من، شما بگید ملا تقی عثمانی گفته، حالا مثلا شما ملا تقی عثمانی
جناب عثمانی صاحب الله متعال حفظش بکنه، در پاکستانی که در اونجا این مفتی عام پاکستان بود یا نمیدونم الان هم هست یا نیست، اردوی پاکستان یک روز عید میکنه، حکومت پاکستان یک روز عید میکنه، پارلمان پاکستان دیگه روز عید میکنه، مهاجرین افغانی در اونجا دیگه روز عید میکنن. در یک کشور 4 تا عید میشه. جناب مولانا من زندگی کردم اونجا، دیدم. ما در بین مهاجرین عید میکردیم، با اختر مبارک شه، کوچه و بازار به داخل شهر پشاور میرفتیم که همه روزن. چرا؟ حکومت پاکستان عید نکرده. روز بعدش میرفتی که داخل شهر همه دارن میخورن و میخندن و جشن گرفتن. ارتش پاکستان هنوزم داخل اردوگاهاشون دهن به روزه وایستاده. چه گپ است؟ اردوی پاکستان امروز عید نکرده، فردا عید میکنه. من به سخن مفتی تقی عثمانی اعتماد ندارم. من به سخن مفتی های پاکستان ابدا اعتماد ندارم. کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. شلغم شوربای پاکستان رو برای ما مثال نیارید. احادیث که صوم لرؤیته و افطر لرؤیته بخاری و مسلم میگه، حدیث ابن عباس است، حدیث ابن مسعود است. همه علما و فقها، جمهور علما و فقها میگن، چه معاصر چه سلف چه خلف، ان الاعتماد على رؤية واحدة او مطلع موحد لتحقيق الوحدة والامن وان الاختلاف في المطالع لا يجوز الا في آلات الضرورة القصوى و بعد الاستشارة علما. یعنی اصل این است که همه کشورهای اسلامی با هم در یک روز روزه بگیرند، در یک روز عید بکنن و اختلاف مطالع مدار اعتبار نیست الا در، یعنی وقتی که دیگه فکر کنیم مثلا فرق بین آمریکا و بین عربستان باشه، فرق بین کانادا و افغانستان باشه، فرق یک شبانه روز باشه. به خاطر چی؟ به خاطر وحدت امت، به خاطر دوری از اختلاف. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این مورد چی میگه؟ من برای شما بیارم. در کتاب الهدایه شرح ابن عابدین جلد 1 صفحه 342 امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و شاگردانش و اصحابش، وقتی اصحابش میگن چی؟ یعنی امام محمد، امام ابو یوسف، بزرگان مؤسسین مذهب حنفی، یعنی میگن یجب الاعتماد على رؤیة واحده فی منطقه واحده وليس لكل قوم ان يروا هلال و يختلفوا. واجب است که اعتماد بکنیم به یک رؤیت در یک منطقه وقتی که رؤیت شد، وليس لكل قوم ان يروا هلال و يختلفوا. نیست که هر قومی برای خودشون یک رؤیتی داشته باشن و اعتماد بکنن. حالا چه ترکیه است، عربستان است، افغانستان است، تاجیکستان است، ایران است، هر کسی کی است. ما به خاطر دین ما با کسی مجامله. حالا مثلا من در مالزی زندگی کردم یا در عربستان زندگی کردم، من بیام به خاطر دینم مجامله بکنم با کسی؟ نه. الهدایه شرح ابن عابدین جلد 1 صفحه 343. در کتاب فتاوای هندیه جلد 1 صفحه 377 چی میگه؟ قال الامام ابو حنیفه و اصحابه لا يجوز لكل قوم ان يختلفوا في الرؤية هلال رمضان. جایز نیست به هر قومی که با دیگران اختلاف بکنند در مسئله رؤیت هلال رمضان. و انما الاصل ان تكون الرؤية واحده. اصل این است که رؤیت یکی باشد برای امت اسلامی، لانها تحقق وحدت الامه و تجمعها. به خاطر اینکه این به خاطر وحدت امت اسلامی است و امت رو جمع میکنه. از برای خدا ایران برای خودش عید میکنه، افغانستان برای خودش عید میکنه، عربستان برای خودش عید میکنه، پاکستان برای خودش عید میکنه. در یک منطقه اختلاف بینمون بین 1 ساعت تا 2 ساعت هست، هر کس برای خودش یک عیدی داره. بعد میگیم چی؟ ما امت اسلامی هستیم. کتاب فتاوا الکبری جلد 1 صفحه 377. در در مختار علی مختصر ابن حاجب جلد 1 صفحه 238 از کتب معتبر، این کتاب ها مصادر معتبر احناف است، صفحه 238 یا 238 قال الامام ابن عابدین والمشهور من المذهب الامام ابو حنیفه ان المطالع يجب ان تكون واحده وان الاختلاف يوقع الفتنه. ابن عابدین رحمت الله علیه چی میگه؟ و مشهور در مذهب امام ابو حنیفه این است که باید، واجب است که مطالع یکی باشد
یعنی یک جا که دیده شد همه کشورهای اسلامی عید بکنن. و ان الاختلاف یوقع الفتنه، این اختلافات مطالع سبب فتنه می شود. ما میگیم بابا مذهب حنفی، جناب مولانا صاحب رؤوفی میگن که مذهب ملا تقی عثمانی. القیاس علی صلات الجماعه، و این رو قیاس میکنن بر نماز جماعت. دور المختار جلد 1 صفحه 238 میگه قال الامام كما ان المسلمين يتفقون على وقت الصلاة لا يجوز أن يختلفوا في وقتها فكذلك في بداية الشهور يجب أن يكون المطالع واحدة. مانندی که مسلمان در مسئله نماز جماعت با هم اتفاق دارن، باید در قضیه شروع ماه هم با هم اختلاف نداشته باشن و بر اعلان یکی از مناطق اسلامی بقیه عید بکنن. در الموسوعة الفقهية الكويتية جلد 27 صفحه 246 در اینجا میگه که ذکر الشيخ عبدالله الحرري وأصل المذهب الإمام أبو حنيفة أن الاعتماد في إثبات هلال رمضان على رؤية الشرعية وليس على الحساب. میگه اصل مذهب امام ابو حنیفه این است که اعتماد باید به رؤیت هلال به چشم باشد و نه بر اساس حساب و کتاب، و انه یجب ان تكون المطالع واحده، که مطالع یکی باشد، اختلاف مطالب مدار اعتبار نیست. لانه لو اختلف حصل التفرقه والفتنه، به خاطر اینکه وقتی که اختلاف ایجاد شد تفرقه و فتنه ایجاد می شود. الکفایه فی فقه الامام ابو حنیفه جلد اول صفحه 343 در اینجا روایات رو ذکر میکنه، روایت ابن عباس رو ذکر میکنه، حدیث ابن عباس رو ذکر میکنه، لا تصوموا حتی تروا و صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته الی آخری. بعد در اونجا قول ابن عابدین رو میاره که هو صریح ان الاعتماد على رؤیت واحده، صریح است قول امام ابو حنیفه و مذهب حنفی که اعتماد به یک رؤیت است، و ان الاختلاف فی المطالع یودی الی الفتنه اختلاف مطالع سبب فتنه می شود و این مذهب امام ابو حنیفه و یاران ایشان است. در فتاوای اندی جلد 1 صفحه 377 این مطلب ذکر شده و همچنین در همه کتاب ها و مصادر مذهب حنفی. دوستان عزیز، مطالب زیادی در اینجا وجود داره که من نمیخوام همه اینها رو ذکر بکنم، اما ما وقتی که در اون برنامه ذکر کردیم اکثر این روایات رو ذکر کردیم، نه تنها در مذهب مثلا در دوستان عزیز اگر این رو من نشون بدم، در چهارم ابن عابدین در حاشیه رد المختار جلد 2 صفحه 393 این مطلب رو میگه که خیلی جالب است. دوستان عزیز این را خدمت شما بیان بکنم. میفرماید که و اذا ثبت فی مصر، مصر در اینجا بانی دولت مصر نیست، مصر یعنی شهری منطقی، لازم سایر الناس، لازم است که بقیه مسلمان ها به او اعتماد بکنن. فیلزم اهل المشرقی به رؤیت اهل المغرب، اهل مغرب باید تابع اهل مشرق باشن اگر در مشرق رؤیت شده باشه، و العکس صحیح. فی ظاهر المذهب، ظاهر مذهب حنفی، و هو المعتمد عندنا. ابن عابدی میگه این مورد اعتماد ماست، یعنی اصل در مذهب حنفی این است که اگر در مشرق کسی هلال ماه رو دید، اهل مغرب باید به رؤیت اونها اعتماد بکنن. جناب حضرت مولانا و عزیزانی که ایراد گرفتن، ما نه دشمنی با امارت اسلامی داریم و نه من شخص سیاسی هستم که عضو فلان تنظیم و فلان گروه باشم. الحمدلله هیچ تنظیم از این تنظیم ها و گروه های افغانستان نمانده که ما انتقاد نکرده باشیم. الحمدلله همشون با ما دشمنن. حق رو میگیم و در مقابل حق از هیچ کس هراسی هم نداریم و این تعبدن این رو بیان میکنیم. هدف ما وحدت امت اسلامی است، هدف ما پیروی از قرآن و سنت است. نه سر دشمنی با کسی داریم، نه به دنبال والله که بازدید کننده ما کم بشه یا زیاد بشه. حق رو بیان میکنیم
امیدواریم که الله سبحانه و تعالی این توفیق رو به من، به شما و به همه مسلمان ها عنایت بکنه. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود، همه تان رو به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني